السلام علیکم تماشابینان ارجمند ما. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه که ما در این برنامه پیش از همه به خاطر فردای تاجیکستان صحبت میکنیم. درباره فردای تاجیکستان گفتگو میکنیم. ایده، فکر، اندیشه، ملاحظه های ما هم به خاطر گلگل شکوفه فردای تاجیکستان است. کوشش میکنیم، غیرت میکنیم تا قدم استوار برای پیشروی کشور داشته باشیم و این برنامه هم به همین خاطر است. کسانی که طرفدار این هستند که کشور ما گلگل شکوفان باشد، هر یک قدمش استوار به پیش باشد، به سوی ترقیات باشد، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و اگر به کانال یوتیوبی ما آبونه نیستید خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. خواهش میکنم از یکایی که شما آنهایی که حالا به برنامه پیوسته اید شریک ما باشید، همکار ما باشید و لینک این برنامه را به دیگران فرستید، دیگران را از برنامه باخبر کنید. اگر در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنکلاسنیکی، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی اگر صحیفه دارید خواهش میکنم در صحیفه‌های خودتان گذارید لینک برنامه را. البته شما از سرلوحه برنامه ما آگاه هستید که ما امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره چی؟ درباره وضع استحصالات در تاجیکستان و نمایش میوه ها برای مهمانان. چند سال آخر است که در تاجیکستان یک سیاست پیش گرفته شده است. هر وقتی که به تاجیکستان مهمانی می آید حتما رئیس جمهور تاجیکستان از میوه ها تماشا می دهد. هر کجا میوه ها خالی کرده موندگی همین خیل باید مهمان ها بروند اون میوه های امام علی رحمان پیروانش چیدگی را تماشا کنند. بله، نمایش میوه و سبزوات در همایش و سفرهای رسمی رهبران کشورهای خارجی که در تاجیکستان به حکم عنعنه در آمده است سال تا سال رنگینتر و بدیعتر می شود. ایده هایی که مؤلفان این نمایش ها هر سال نو به نو کشف می کنند کشف های عجایب، ارزنده ترین اختراعات برای جایزه شنوبل هستند. جایزه شنوبل البته که جایزه نوبل نیست، از جایزه نوبل فرق میکنه. جایزه شنوبل برای نفرانی که اختراعات های ابلهانه به میان میبرند به آنها جایزه شنوبل داده می شود. از اختراعات خیره کننده و بهترین امسال فواره از داخل تربوز، فواره از داخل کدو و جوار مکه و قلمفوری آویزان از درخت ها بودند. دیدید وقتی مهمانان به نشست سازمان همکاری شنغهای به دوشنبه آمدند مهمانان را رئیس جمهور برد به تماشا. در اونجا دیدید از داخل کدو فواره ها برآمده ایستادن میخواد از داخل جوار مکه. در گمان است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شنغهای و سازمان پیمان امنیت دست جمعی بعدی دیدن درختان با حاصل قلمفور و جوار مکه، درختان را دیدید در درختها جوار مکه آویزان، قلمفور آویزان، فواره های از داخل تربوز و کدو که بیرون جهیده ایستادن همیخیل. فکر میکنم حالا مهمانان یک هفته گذشت به خود نآمدند. یک هفته گذشت این همه رو دیدگی تمام دهانشون کندگی حالا به خود نآمدند. برای همین هم هر روز این چیزی عجیب بوده است. هر روز به ما می نویسند کاربران ما، مخلصان ما که برای چی درباره اون میوه ها گپ نزدید؟ اسراف
кардагӣ, ҳама меваҳоро ба замин холӣ кардагӣ, мардум яке аз ин меваҳоро ба чашмаш мемолад, инҳо ба замин холӣ кардаанд. ҳамин хел барои чӣ дар ин бора гап намезанед? Барои чӣ дар ин бора гап намезанед? бовар кунед, мо дар ин бора навишта будем, қариб 1 ҳафта мешавад, аммо саломатӣ даст надод ки мо дар ин бора барнома кунем. ва ҳамин рӯз салоҳ дидем ки ҳарчанд 1 ҳафта гузаштааст, хоҳиши шуморо иҷро кунем ва ҳатман дар ин бора барнома дошта бошем. ҳоло раисҷумҳурҳо, меҳмонони созмони ҳамкории Шанхай ба кишварҳои худашон рафтагӣ ҳастанд. шояд барои бештари онҳо ин хотирмондтарин диданиҳо дар сафарҳои корияшон бошад. бале, агар ҳамин хел фикр накунем, ҳамин хел чизҳоро ба онҳо нишон медиҳем. албатта ба ҳамин фикр ба онҳо ин гуна тамошоҳо ташкил карда шуд ки ба онҳо хотирмонд бошад. бале, чизе аз ҳама муҳим, тамошобинони азиз, бо дидани ин намоиши ташкилкардаи ҳукумати Тоҷикистон, кишвари афсонавии меваву сабзавот ки нависандаи италиягӣ Ҷанни Родари дар достонаш бо номи Саргузашти Чиполлино тасвир кардааст ба ёд меояд. ҳамин саргузашти Чиполлиноро хондаед? мультфилмаш ҳам ҳаст, филми тасвириаш ҳам ҳаст. агар ҳамин филми тасвирии Чиполлиноро дида бошед ё китобашро хонда бошед, айнан шароити имрӯзаи Тоҷикистон бозгӯи ҳамин афсона аст. марҳамат. дар намоиши ташкилкардаи ҳукумати Тоҷикистон ба меҳмонони нишасти созмони ҳамкориҳои Шанхай чизе ки намерасид, меваву сабзавоти дорои чашму даҳону бинӣ буданд. агар ба каду, тарбуз, себу ноку қаламфур, ҷувори маккаву боимҷон чашму даҳон мекашиданд, истироҳатгоҳи раисҷумҳур табдил мешуд ба кишвари афсонавии меваву сабзавот ки нависандаи итолиёӣ Ҷанни Родаре дар достонаш бо номи Саргузашти Чиполлино тасвир кардааст. ва аз ин масъакаи шармовар ба маротиб беҳтар мебуд, чун Радари дар он кишвари афсонавӣ айни вазъи имрӯзаи Тоҷикистонро тасвир кардааст. дар он кишвар шоҳе ки аз ҷинси лимӯ аст, туршу бадрӯ аст, ҳукмронӣ мекунад. худи ӯву фарзандонаш берун аз фаъолияти қонунанд ва мардумро зулму ғорат мекунанд. камтарин эътироз ба ӯву фарзандонаш бо хушунати тамом саркӯб мешавад. дар сурати пайдо нашудани муҷрим, хонаводаи ӯро зиндон мекунанд. мардум ва хонаву аъмолашон камтарин аҳамияте надоранд. ҳатто як иштибоҳи тасодуфӣ боис мешавад шаҳрванд ба зиндон фиристода шавад. барои мисол, пиёзаке бо номи Чиполлино ки достон ҳам дар бораи ӯст, тасодуфан пои шоҳзодаро зер мекунад ва мавриди таъқиби сахти пулис қарор мегираду аввал падараш, сипас худаш зиндон мешавад. шоҳ Лимӯ ҳар рӯз қонунҳои нав вазъ мекунад ва андози иловагӣ ҷорӣ мекунад. барои мисол, баъди андоз барои ҳаво, бо баҳонаи ин ки мардум камтар нафас кашида истоданд, ӯ андоз барои боришот ҷорӣ мекунад. барои борони оддӣ 100 лир воҳиди пули Итолиё, барои борони сел 200 лир ва барои борон бо раъду барқ 300 лир. бештари персонажҳо ва ҳаводиси ин достон Тоҷикистони имрӯзаро тасвир мекунад. барои мисол, персонажа бо номи Сеньор Помидор ҳаст ки Саймумин Ятимовро ба хотир меорад.
همین تماشاگران عزیز. حالا برگردیم به تئاتر میوه و سبزوات امام علی رحمان. این مسحکه در هیچ کشور دیگری دنیا دیده نمی شود و شاید در تاریخ هم نظیر نداشته باشد. هدف از این نمایشنامه هم معلوم نیست. عادتاً نمایش ها برای مهمانان برای تبلیغ آراسته می شوند. بله، در برخی کشورها گاه مهمانان را به تمایش کارخانه و شرکت های پیشرفته یا نمایش محصولات آنها میبرند و هدف هم این است که همان شرکت یا محصولات تبلیغ می شود و این هم یک کاری پروتکلی نیست و گاه گاهی صورت میگیرد. اما هرگاه قدم مهمان به تاجیکستان رسید، سر از ژیرینوفسکی تا میرزیایف حتما برایشان با سیب بادرنگ یا سبزی و پیاز شعار می نویسند و به تماشای باغ انگوری حاجی نعمت می برند. پروفسور افتخاری: اگر سفر رسمی یا رهبران کشورها به کنفرانس برپا شده در دوشنبه می آیند، شهر افسانوی داستان چپالینه بنیاد می شود. چپالینه را تماشا کردید؟ شکل پرش را می توانید از شبکه اجتماعی یوتیوب دریافت کرده تماشا کنید یا که کتابش را بخوانید. عیناً همین افسانه بازگوی شرایط امروزی تاجیکستان. باور کنید. کدو و تربوز و خربوزه های نشسته بر تخت، درختانی اطلس پوش، اهرام ها از تربوز و کدو، همین خیل پرمیده ها، سیب و کارتوشکا، از سیب و کارتوشکا شعارها نوشته شدگی و فانتان های کدو، از داخل کدو همین خیل فواره ها زده بر آمده شدند. به قلمفور نمیگویید؟ قلمفورها به درخت ها آویزان، جوار مکه ها. این انا همین استاد، انا همین چیزا که میبینید از کدام افسانه کمی دارد؟ از کدام افسانه؟ باور کنید. البته در یک نمایشگاه کشاورزی این هنری فرهنگی تماشابینان عزیز شاید درخور بود و مهمانان را به وجد می آورد. یک نمایشگاه فرهنگی می داشتند یا مثلا وزارت کشاورزی تشکیل میکرد، درست بودیم. بله، اما به تماشای رهبران کشورها، بخصوص کشورهایی که حرف اول را در استحصال و صادرات میوه و سبزوات میزنند، گذاشتن سیب و آلو و کدو و باقله شرمندگی است که بارش را ملت تاجیک باید 100 ساله ها بکشد. باور کنید تماشاگران عزیز، باور کنید. حالا ببینید اینجا درباره ازبکستان، ابی شوکت میرزیویف در همین نشست اشتراک داشت و به شوکت میرزیویف هم همین شهر افسانوی را نشان دادند و گویا که شوکت میرزیویف در عمرش این گونه میوه و سبزوات را ندیده باشد. ببینید حالا شرایط ازبکستان را ببینید. در ناحیه پختچی ولایت نمنگان ازبکستان، دهقان با نام عظیمجان قشقارف، حالا رسمش را ببینید، تخمی خربوزه را از روسیه آورده در وطن خود پرورش کرده است. ثمر دهقانیش از 27 تا 71 کیلوگرم خربوزه های شهدریزند. او ببینید این رسمی میرزیویف می همین سلفی کرده ایستادگی؟ نه، رسمی میرزیویف نه. این
رسمی عظیم جان قچقارف یک دهقان است. همین سال ازبکستان در پرورش و صادرات زردآلو در دنیا جای ششم را گرفته است. در دنیا در استحصال گیلاس از اسپانیا هم پیش گذشته است. در دوام 7 ماه 8,500 تن بادرینگ صادرات کرده است. به اوکراین و یک قطار کشورهای اتحاد اروپا انار صادرات کرده است. موافق معلومات کمیته دولتی آمار در ماه‌های ژانویه ایون سال 2021 4.7 میلیون تن زراعت غله‌دانه پرورش کرده شده است. اما آیا تماشابینان عزیز یگان مراتبه دیدید که رئیس جمهوری ازبکستان با خلطه‌های نخود و لوبیا سلفی کرده باشد؟ یا که در آغوش خودش و بچه‌ش و دخترش تربوزه گرفته سلفی کرده باشد؟ خربوزه گرفته، خربوزه های 70 کیلویی گرفته سلفی کرده باشد؟ همین را دیدید یگان بار؟ حالا ببینید درباره راه اندازی ساحه کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی و پخته پروری ازبکستان در آلمان کتاب چاپ شد. در لهستان مجله با نام ازبکستان منتظم روی چاپ می‌براید. فهمیده شدید؟ در همین حال با همه دستاورد کشاورزی یگان بار دیدید که خلطه لوبیا یا گندم یا جو در پشتارش شوکت میرزویف سلفی کرده باشه؟ یا این خربوزه که 71 کیلو شاید در عمرش امام علی رحمان ندیده باشد؟ دیدید رفته میرزویف خربوزه رو بغل کرده سلفی کرده نشد؟ نه. اینها می بولند که این گونه میوه ها دارن. یاد گیرید این گونه همین نفر نه خربوزه با خربوزه سلفی میکند، نه با کدو سلفی میکند، نه این خیل نمایشی میوه ها نشان میدهد، نه انتظار قرصک مردم است و مردم رو میگوید که از پی کار شوید، قرصک به ما هیچی نمیدهد. مرحمت گوش کنید. aytish kerak muloqotda haqiqat qarsakda haqiqat yo'q. qarsakda haqiqat bo'lganda biz juda باید گفت حقیقت در مناسبتی صمیمانه است، نه در قرصک. با کفکوبی کسی بزرگ نشده است و نمی شود هم. 30 yil qarsakda o'rgandik hamma. ما در دوام 30 سال سنجیده دیدیم کفکوبی به ما منفعت نداد. u bizga manfaat bermadi. o'tirgan. فهمده شدید؟ میگوید که ما در مدت 30 سال سنجیده دیدیم که قرصک به ما هیچی منفعت نداد. از قرصک زنی هیچی منفعت نیست. از این نمایشی میوه و رقص و بازی هیچی منفعت نیست. اما رئیس جمهوری ما چی میگوید؟ رئیس جمهوری ما همیشه مشتاق قرصک است. رئیس جمهوری ما همیشه مشتاق رقص است، مشتاق بازی است و طلب هم میکند که حتما قرصک بزنی و آن هم قرصک گفتی روزها پرستای نه، قرصک باید آسمان کف باشد. احسن با شما، احسن احسن احسن. به خاطر زحمت های آنهایی که این محفل باشکوه را برای ما شما پیشکش کردن، یک قرصک آسمان کف. احسن احسن احسن. انا میخیل احسن احسن احسن. برای چی؟ برای استحصالات خوب؟ نه. برای مسئولیت شناسی پاسوایان و مردم را به جای کار تامین کردن؟ نه. برای چی این قرصک ها؟
باید هر یکی ما به این سوال جواب بجوییم. مردم را به همین چیز آواره کردند، فکر مردم را به همین چیز بند کردند. نه از استحصالات گپ هست، نه از صادرات گپ هست. صادرات 77% صادرات تاجیکستان را همین سال خزینه دولتی اشغال کرد. خزینه دولتی یعنی چی؟ سنگ و متال های قیمت بها. شما در همون صندوقچه تان چند انگشتری طلا، چند نقره، چند سنگ انگشترین هایی که سنگ های قیمت بها دارند در صندوقچه تان انداخته مونده اید؟ کی میفروشید؟ اگر شما به یک حالت بانکروت دچار نشوید، به یک حالت فقر قمبغلی دچار نشوید، اگر این چیزی که در صندوقچه پرتافتید شما به فرزندتان توفه میکنید، از من به تو یادآوری گفته، فرزندتان به فرزندش توفه میکند، از از مامی و بابایت به تو یادآوری گفته، او همین خیر رفتن میگیرد. او یک مثل یک خزینه، مثل یک یادآوری است که هیچگاه فروخته نمیشود، برعکس ضم میشود به بالایش. اما در تاجیکستان امسال ان همین گونه صندوقچه 77% صادرات تاجیکستان را تشکیل کرد. یعنی خزینه رو خالی کردن، به خارج فروختند، دیگر علاجشون نماند. هیچ استحصالات نیست، یگان چیزی میفروختگی نیافتند، مجبور شدند خزینه را کشایند، خزینه را خالی کنند. انا شرایط. در همین شرایط احسان یا قرصکی آسمان کف. شوکت میرزویف چی میگه؟ 30 سال ما تجربه کردیم که این قرصک ها هیچی فایده ندارد. 30 سال تجربه کردیم که این قرصک فایده نداد، این رقص بازی فایده نداد. حالا ببینید لوکاشنکو پرزیدنت بلاروسی از تاجیکستان رفت. اگر خطا نکنم سفیرش در تاجیکستان رو عوض کردنی بود، عوض کرد یا نه حالا پیگیری نکردم. اما درباره حال زار تاجیکستان گپ زد. حالا که از این پیش فقط دوستم امام علی رحمان ها تاجیکستان را این خیل کرده است، تاجیکستان را اون خیل کرده است گفته گپ میزد. این کشوری که در دنیا از همه زیاد باربرترین ماشین باربر را به استفاده داده است، 450 بلاس، مثل همین کمزی که هست، کمزی کلا بلاس 450 تن بار میبرد. بلاروس استحصال میکند. بلاروس که автомобильный завод است، چی است؟ 450 تن بار میبرد بلازی استحصالی او بلاروسیه. اما در مسئله کشاورزی بلاروسی هم خیلی یک کشوری پیشرفته است. هیچ وقت با تربوز و مربوز و این خیلی ها اینجا به اینجا سلفی کرده نمی کردند. خیر هست یک دو رسمهایش در کشدارها هستند، لیکن نمانند. ما با بچهشون رئیس جمهور ما میروند، ما بین میدان تربوز بچه دادا تربوز رو میگیرن سلفی میکنن. کی دیدید؟ حالا ببینیم، تماشا ببینید. مهمانانی که امام علی رحمان با کدو، بایمجان، جوار مکه و قلمفور، سیب و ناک، تربوز و خربوزش نزد آنها فخر فروشی میکند، با میوه و سبزوات چی مناسبتی دارند آنها؟ برای آنها چی لازم است؟ چین، کشور چین با وجود 1.5 میلیارد خورنده در داخل، بیش از 20% صادرات جهانی میوه و 25% صادرات سبزوات را در جهان با مبلغ 6 میلیارد دلار در اختیار دارد.
همین کشور چین، همین بازارهای ما هم پر از میوه و سبزیجات چینی هستند. در داخلش 1.5 میلیارد خورنده دارد. بازارهای جهان پر از میوه و سبزیجات چین است. کشور هند که با نیازی 1,300,000,000 نفر اهالیش در داخل 13% صادرات جهانی این نمودی محصولات را به 3 میلیارد دلار از خود کرده است. میوه و سبزیجات به 3 میلیارد دلار میوه و سبزیجات میفروشد هندوستان هر سال. پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار. شاید این نظر پیدا شود که این کشورها پیشرفته‌اند، اما کشور جهان سوم میانمار سال 2020 نزدیک به 2 میلیارد دلار صادرات میوه و سبزیجات داشته است. میانمار. اما تاجیکستان بجز پیاز، بله تنها پیاز، نیاز خود کشوری 8.5 میلیونی را روی 8.5 میلیون میگم، شاید 8.5 میلیون و شاید 7.5 میلیون باشد. 2.5 میلیونش در خارج مهاجر و سرسان در بدر است. به هیچ میوه و سبزیجات تامین کرده نمیتواند. در بازارها با این همین قدر فخر فروشی میکنیم، این قدر به زمین یکسان کرده است میوه و سبزیجات را. میوه و سبزیجات نرخش دسترس هست. مردم به این درآمدی که دارند دیلشان میشود از بازار میوه و سبزیجات خریده دسترخوانشان را پر کنند. بسیاری کی دیدید که در دسترخوان این مردم تاجیک که در این کشور همین قدر میوه و سبزیجات میروید؟ کی میوه دیدید بسیاری؟ بسیار غم انگیز است. حالا ببینید زمامداران و مبلغان حکومت میگویند که این کار برای تبلیغ میوه های بهشتی تاجیکستان صورت میگیرد. واقعا بعد همین تبلیغات حداقل 6 مرتبه با روسیه شرطنامه ها برای صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان بسته شدند. حداقل 6 مرتبه. اما هیچگاه چی بعد سازشنامه و چی به آن هیچ میوه و سبزیجات سلسله‌ای صادر نشده. اقلا صادرات همان پیاز بیچاره به نظم در آورده نشده است. اقلا همین صادرات پیاز تامین نشده است. 2 سال پیش 10,000 تن پیاز در تاجیکستان پوسید. 2 سال پیش 10,000 تن پیاز در تاجیکستان پوسید. چون که بر روسیه از کشورها دیگر صادر شد. از کشورهای دیگر. انا برای این سبب کشت پیاز چند مرتبه کمتر شد. دیقان دلش موند. حالا همین پیاز گفتیم. ملتفیلم رو تماشا کردید؟ قهرمان اساسی همین داستان جانی راداری همین چیپالینه پیاز است. پیاز. حالا ببینید مؤلف ایده تبلیغ میوه های بهشتی در سری قدرت و رئیس جمهوری کشور است. هرچند تاجیکستان عقب مانده است و دیکتاتوری می باشد. ببینید آداب دیپلماتی از رهبران کشورهای دیگر تقاضا میکند به این مسخره با استهزا مناسبت نکنند. بله و چنان وانمود سازند که از دیدن آلو و بادرینگ و سیب و بایمجان وانمود سازند که به وجد می آیند. آلو و بادرینگ
و سپهای خوبانه و نکهتباری را که در کشورهای خودشان به گاو هم نمیدهند به دست گرفته باه 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 میگویند. اما روز فرا خواهد رسید امام علی رحمان از قدرت کنار زده می شود. برای چی خیلی میگویم؟ برای چی کنار زده می شود؟ چون که امام علی رحمان مفهوم استعفا را نمیفهمد. به استعفا رفتن، استعفا دادن، مهلت اجرای وظیفهش تمام شود دیگر جای را به دیگران خالی کردن، انتخابات شفاف و دموکراتی برپا کردن، این چیزها صرفم نمی رود امام علی رحمان. برای همین امام علی رحمان کنار زده می شود. این مهمانان ارجمندش که میوه و سبزوات آنها را تماشا داد به استعفا می روند. شاید بعضیشان به نوشتن خاطراتشان می پردازند، خاطره می نویسند. وقتی خاطراتشان درباره سفر تاجیکستان و نشست سازمان همکاری شانگهای آمد چی می نویسند؟ چی می نویسند؟ تماشابینان عزیز، به این سوال جواب را آماده کنید. حالا نوبت شما می بیاید. حالا شما سخن می کنید. حالا شما گپ میزنید. به گپ آماده شوید. حالا ببینید به همین درختانی که کرته اطلس پوشاندن همین نمی رسید که یک سینه بندک هم می پوشاندن. درختان یک زیب نو می گرفتن. نه؟ شاید همین پرزیدنت ها مهمانان عالی قدر امام علی رحمان که به نشست سازمانی همکاری شانگهای آمادگی بودند شاید همین را نویسند که به همین درختان که کته اطلس پوشانده بودند سینه بندک نمی رسید گفته. بله؟ بسیار عجایب، بسیار تأسف آور است، بسیار شرمندگی است. شما چی فکر دارید تماشابینان عزیز؟ شما چی فکر دارید؟ حالا ببینید در همه کشورهای همسایه، کشورهای آسیای مرکزی که طبیعتشان یکسان است، قریب یک خیل است، باد هوایشان قریب یک خیل است، حاصل هم میوه ها هم در همه کشورهای آسیای مرکزی قریب یک خیل سبزانیده می شود، رویانیده می شود، حاصل گرفته می شود، قریب یک خیل هستند. همون زردالویی که ما داریم ازبکستان دارد، قرقیزستان دارد، همون دیگه پخته‌ای که ما داریم همه کشورهای آسیای میانه دارند. اما از همه کمترینش رو ما داریم، لافش رو ما میزنیم. برای چی؟ بغیر از همین چیزی خدا داد دیگر هیچی نداریم. جناب رحمانوف این همه میوه ها، این همه سبزوات ها صنعتی الهی اند. همه این رنگابرنگ ها صنعتی الهی اند. کی ما از صنعت خود، از صناعت خود لاف میزنیم، نشان میدهیم که ما این چیز را استحصال کرده ایم؟ کی ما مهمانانی که به تاجیکستان میروند میبریم یک کارخانه را نشان میدهیم که اقلا در آن 2000 نفر کار میکنند؟
اقلا 2000 نفر کار میکنن. در ما چی است؟ بیشتری وقت ما میوه و سبزوات نشان میدهیم. کشورهای دیگر چی نشان میدهند؟ از استحصالات خودشان، از استحصالات تکنیک و دیگر تکنولوژی های دیگر به معرض تماشا میگذارند. حالا ببینید اکثریت کارگران ما، مثلا گریم در بلاروسیا وقتی که مردم تظاهرات کردن، کارپارتایی کردن، گفته میشد کارگران فلان زواد، فلان کارخانه استحصالی تراکتور یا که استحصالی مثلا ماشین کارپارتایی کردن، فلان کارخانه که از 5000 نفر کارگر عبارت بود کارپارتایی کردن، به تظاهرات دست دادن و هاکذا. در ما فقط مبادا به تظاهرات دست دادن یا اظهار نارضایتی کنند، کارگران بازار اظهار نارضایتی میکنند. برای چه؟ برای اینکه در تاجیکستان به بالاترین شغل درآمدناک چی است؟ بازار است، دیگر هیچی. در یگان زواد یا نه یگان فابریک نه یگان چیز مردم را سیر کرده نمیتواند، مردم را خورنده پوشانده نمیتواند. در ما فلان صد به خاطر 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان فلان صد کارخانه شده شد، میبینی که یا سرتراشخانه است یا آرایشگاه حسن است، میگن چی میگن؟ همین خیلی است، مرکزی آرایشی، یا اینکه کارخانه دوزندگی است، یا اینکه نانپزی است. همین تمام در چی می نویسند؟ فلان صد کارخانه شده. یک کارخانه کشا اقلا در 30 سال استقلالیت یک کارخانه کشاده که اقلا در همون کارخانه مینیمم 2000 نفر کار کرده ایستادگی باشند، در مینوس نباشد، درآمدش قرضدار نباشد، ابگار نباشد. همین زواد الومینی 30 سال باز قرضدار است. مرگ بر منه که من تو را تنقید میکنم امام علی رحمانوف که تو درست سیاست برده ایستاده باشی، من بخیردانه تو را تهمت کرده ایستاده باشم. مرگ بر من. 30 سال شد یک کارخانه الومینی به فایده ندار آمده است. 30 سال شد، 30 سال شد برق تاجیک قرضدار است. صد کارخانه شدیم، 200 کارخانه شدیم، همین کفته برای کارخانه لطبری، کارخانه ازاردوزی، کارخانه تاقی دوزی 3-4 زن کار میکند یا نمیکند. اکثریتش ما برده ماشین چاکدوزی رو میمونند، نشان میدهند همین ناحیه کارش تمام شد، نمایش تمام شد، به ناحیه دیگر میبرند. در رسانه ها دیدیم این را، چند بار برنامه هم کردیم. همین هم دولت داری شد. این نفرانی که شما جانبداری همین امام علی رحمان هستید، جانبداری همین تنتک هستید، شما از روی انصاف بگویید که همین هم دولت داری است. این شرمندگی رو به کجا میبریم؟ تا کی ما سیب، کدو، کبچاک رو میدیم؟ تا کی؟ تا کی ما به درختان ایزار پوشونده درخت رو نشون میدیم؟ دستاورد امام علی رحمان درختان با ایزار، درختان چکن پوش، اطلس پوش، فواره کدو. و امام علی رحمان تا کی تو با کدو سلفی کرده میگردی؟ خربوزه استحصال کردن رو دیدی؟ استحصال خربوزه رو دیدی که چگونه خربوزه استحصال میکردن؟ شوکت میرزیوف رو دیدی که با خربوزه سلفی کرده باشد؟ شرم نمیداری؟ شرم نمیداری؟ چند سال دیگه تو با کدو سلفی میکنی؟ چند سال دیگر همین من اگر یا همین مخالفین
تو یک آدم ساق باشی، درست باشی، همین فکر رو یادت اگر از کلخاز بیرونتر باشد، مرگ بر ما که تو رو تنقید کنی. تو کی فهم فراساتت از کلخاز بیرون می رود؟ 30 سال شد پرزیدنتی، 3 سال شد پرزیدنتی، حال فهم فراساتت از کلخاز بیرون نرفته است. حالا هم به همین فهم فراساتی رئیس کلخازی دوران SSR کمیسیه می بیاید، حتما همین خیلی تونوک کرده برآورده نشان دادن در کار. حتما همین خیلی سیب برآورده نشان دادن در کار، انار برآورده نشان دادن در کار، انگور برآورده نشان دادن. اوی حکومت کلخاز نیست، جمهوری کلخاز نیست. یک بار از خواب خیز، یک بار درک کن که کلخاز بازی بس و 30 سال شد، 30 سال. یک بار به خودت بیا، همین دزدی را بس کن. یک بار مایلش همین فایدهش را خودت بگیر. آخر به همین پول دزدیدت یک کارخانه بساز که درآمد داشته باشد. درآمد. تا کی شما کارخانه آلومینی را قرضدار گزارش میدهید؟ تا کی قرضش رو میبخشید؟ از همه ارزان ترین برق را حتی از مردم طبق قانون باید کارخانه های استحصالی نرخشان نرخ استفاده قوه برق قیمت باشد. زواد آلومینی تالکو، کارخانه استحصالی آلومینی تالکو 3/1 حصه نرخ مردم را میدهد. بجای آنکه 3 برابر قیمت باشد نرخ استعمال قوه برقش 3 برابر ارزان است، باز از برق قرضدار است، پول برق را نمیدهد، باز در حالت بانکروت است. همین سال هم قرضش را حکومت بخشید. 30 سال است در همین حالت قرار دارد. تو امام علی رحمان همین یک کارخانه میراث مانده از اتحاد شوروی را به کار درآوردن نتوانستی، از ضرر برآورده به فایده درآورده نتوانستی، حتی در همون حالتی در اتحاد شوروی بودنش داشته نتوانستی. چند دکایش از کار مانده که هستند نو نشدند، چند دکای محدودش را یا سیخ‌های محدودش را، کارگاه‌های محدودش را استفاده میبری تمام. دادر عروست در دستش است. همین کارخانه آلومینی در دست حسن اسدالله زاده دادر عروس خودت است. و یک بار گفته نمیتونه که همین کارخانه‌ای که در دست تو است، های دادر جانم، دل جانم، کی این به فایده میدروید؟ کی گفته میتوانستگی میشی؟ حالا این گپ گفته نمیتونی. برای چی؟ این نشانگرش اون است که جناب زنکلان هستید. او آدم زنکلان چی مانده است؟ در یک خانه گپت نمیگذارد. تو رئیس جمهوری بودن چی معنی دارد؟ ببینید فهمیده نمی شود که این انسان کی بیدار می شود. 30 سال شد بیدار نشده است. یک پایش لبی گور شد. حالی ما امید داریم که این بیدار می شود، از خوابش بیدار می شود، دنیا رو می بیند. عصر 21 است، دیگه او رئیس کلخاز نیست. جنگ شهروندی هم تمام شده است. دیگه جنگ شهروندی چندین سال گذشته است. حالی خواب یک دو سه کلمه گفته بود جنگ شهروندی، انا همون خوابش کتی مونده است. همین شنیدم جنگ شهروندی میگوید، خیزیدم جنگ شهروندی میگوید، همون پیروان دومروانش هم جنگ شهروندی میگوید. این عجایبات ببینید، فکر میکنید تمام خواب است. ببینید زمان جنگ شهروندی
که امامعلی رحمانوف تاجیکان رو تنها به خاطر محلشان بیبرکش میکشت، مردم مجبور به فرار شده بودند. اسلام کریموف هزاران جوگی را از پس گریزه های تاجیک گسیل کرد تا خود را تاجیک معرفی کنند و تصور جوگی بودن تاجیکان را در روسیه به وجود آورد و همین حالت شد. بله، خیلی موافق هم شد اسلام کریموف. چقدر تاجیکا رفتن تاجیکستان، خودشان را تاجیک اعلان کردن، روسیه رفتن این جوگی ها تاجیکان را معرفی کردن و حالا بسیاری کس به این نظر است که همین تاجیکا همین جوگی های هم. من از سیاستی خردمندانه. بعد از این به سبب قشاقی و گرسنگی که سیاست های اقتصادی رحمانوف به وجود آوردند، هزاران جوانی تاجیک دست به انتقال مواد مخدر زدند. وقتی که دست به مواد مخدر زدند، دسته دسته بازداشت می شدند و تاجیک چی معرفی شد؟ نرکدیلر. اینها از افغانستان خودشان میگذراندن. حالا یکی از علامهای امامعلی رحمانوف از دیگر شدن حکومت در افغانستان این است که دیگه او راههای قاچاق مواد مخدر و دیگر چیزها بسته شد. کیسه هاشون دارد خالی می شود از این لحاظ. جناب سینیور پامیدار سیمومی یتیموف به ناله افتادگی است که سرحد به دست دیگه حکومت گذاشتگی است و بیزنس ها همش راهش برده شد. اینها این بیزنس رو داشتن. تاجیکی بیچاره چی شد؟ نامش به چی برآمد؟ نرکدیلر. زندان های تاجیکستان پر از کسانی که با جرم قاچاق مواد مخدر در حبس هستند. بله، همین خیلی است. چقدره که در تاجیکستان مثلا اگر در تاجیکستان 10-12 هزار زندانی داریم، در روسیه هم 10-12 هزار تاجیک در زندان است. باور ندارید آمارها رو ببینید. حالا تماشابینان عزیز، خیلی از در این باره گفتنی ها دارم. قسمی از گفتنی هایم ناگفته مانده، ولی نمیخواهم وقت زیاد شما رو بگیرم. تقریبا 1 ساعت می شود که گپ میزنم. باز 1 ساعت دیگر گپ زنم هم در این موضوع گپ تمام نمی شود. نوبت رو به شما میدهم تماشابینان عزیز. خواهش میکنم در برنامه فعال باشید. فکر اندیشه های خود، ملاحظه های خود را بفرمایید و کوشش کنید در این باره ایده داشته باشید، ملاحظه داشته باشید، گفتنی داشته باشید، ارائه کنید. بفرمایید. من طرفدار مهاجران، اولین شده طرفدار مهاجران سخن میکنم. بفرمایید. من شما را میشنوم. از آن که نفرانی که وارد شدن شما را انتظار کردم، معذرت میخواهم، ولی چه کنم که گفتنی باید گفته شود و هر قدری که شما میخواهید صحبت کنید به شما امکانیت میدهیم. مرحمت بفرمایید. حالا من طرفدار مهاجران، اگر میکروفونتان را فعال میکردید. سلام علیکم اکا. سلام به تمام مردم تاجیک، ملت تاجیک هموطنان، بعداً به تمام برادران سلام مرا برسانید. من همین خلاصه مقصد فکری خودم میگم. ملت تاجیک مردم مقصد من ملت ما به نهایت دوست میدارم، چی قرغیز چی نیمز چی هر چی که باشد هموطن ما دوست میدارم. اما یک چیز میگم، از من خفه نشید مردم تاجیک. او یک مثل است که میگن اگر خر یافتی بارش نکنی داو بالش میگیرد. این پرزیدنت ما همه گناه این ملت ما که همه خر کشیده کو
دیگه بار کردنش میگیره. اگر بارش نکنه او بالی ملت تاجیک میگیرش. برای اون در درختها ایزار میپشونن، نشانه است که ملت تاجیک زناش نه مردکاش هم ایزار پوشیدگیان. مردم از من خفه نشین، این در حقیقت بغیرتی شماست. یکمش غضب پروردگار بالای سر ما، زیرا خداوند مردمی بغیرت، مردانی بغیرت دوست می‌دارد. ما که بغیرت هستیم همه گونه بالای سر ما آوردگی. پس دیگه من نمیدونم برای این ملت چی بگم. جنگ شهروندی میگن، این میگن، او میگن. شما هیچ فکر نکنین تا اگر خون ریخته نشوه که این ملت آزاد نمیشوه. تا در هر یک معرکه اگر قربانی نکنی یا خون ریخته نکنی، میگن خیرت یا یک چیز قبول نمیشوه. که برای این ملت آزاد کردن مردم تاجیک خوب گوش کنین. باید خون ریخته شوه این ملت آزاد شوه. خون نریخته هیچ وقت فکر نکنه شما که ملت آزاد میشوه. میانتون محکم بندین، آماده باشین. به یگام پتریکو این واقعه این کار ناممکنه. من هم قدر گفتنیم اکای شوکت کی. حالا یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم. تشکر زیاد برادر به شما. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. مانده نباشه برادر شوکت. زنده باشید. همین بچه های غریباده میگم در کجای نباشه خدا نگهبانشون باشه، سر شما درد نکنه، خدا نگهبان باشه. شما گپ زده که آلومینی زواد، یک آدمی رو که میشناسم آلومینی زواد رو دیکاش دوزیده فروختن. شما گفته که دومادی جناب عالی وای ریمونت آلومینی زواد 100 میلیون دلار کمش ده میره و هیچی نمونده است، همش رو فروختن. او آدمی که کلش سوزای میفهمیدگی در اومده دید من خودم نغزکک میشناسم او آدم 100 میلیون دلار میره و کمش با وای سوز نمیشد. کمش ده 750 تا آدم کار میکنه، همه جاش خالیه، هیچ که کار نمیکند، اما دیگوش دوزیده فروختن. همین سال گذشته ما گزارش کرده بودیم، سال گذشته کارمندان تالکو کیمیکال گفته بودن که ما 5 ماه هست ماهانه نگرفتیم، معاش نگرفتیم. یک کارخانه‌ای که تاجیکستان با آن فخر میکند کارمندانش 5 ماه میشود معاش نگرفتن. این چگونه کارخانه یک بود است که از آن افتخار میکرده ای، لیکن کارگرانش 5 ماه میشده است معاش نمیگرفتن. کارگرای همش میشناسم، بسیار آدمای میشناسم. اوجه تمام شده گه. حالا ببینید، حالا در همین باره ازبکستان صحبت کردیم. بله، نفرانی که به استودیو وارد میشوید حتما شما را پیوست میکنیم. حالا ما صحبت رو با این برادری که از واتساپ زنگ زدن داون داده رفتن میگیریم. ببینید، در باره همین ازبکستان همسایه گپ زدیم. از وقتی که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان شد 7 زواد ماشین کشاد، 7 زواد ماشین و فیلیال های این زوادها، یعنی کارخانه های استحصال ماشین را در کشورهای همسایه ازبکستان کشاد، از جمله در تاجیکستان نیست. مثلا کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان تالکو کرانتاس، انمی تالکوی موکتی کشودگی است. و حالا بعضی از ماشین های استحصال ازبکستان که هست علاقه در بازارهای تاجیکستان هم دیده می شود. از گلو گفته ایستادم که از زمانی که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان شد
7 завод ماشین، 7 کارخانه استحصال ماشین بنیاد کرد، افتتاح کرد. کی دیدید با قیچی رفت از همین شب و روز همین قیچیش رو شوکت میرزویف نشون دادن گرفت که در اینجا زواد ماشین کشاد، در اونجا زواد ماشین کشاد. و 30 سال شد گپ میزنی، 30 سال شد، 7 نه آخر یک نیم تک شو اقلا یک قسم مردم بر روسیه نروند در کارخانه استحصالی کار کنند و ببینند کارخانه استحصالی چخیل کار میکنند، تجربه آموزند، تجربه یاد گیرند، تجربه دار شوند در کارخانه استحصالی کار کنند. برای یکی از سبب‌های اساسی مردم ما رفته در کشور روسیه فقط کوچروب شدنشو، ساختمانچی شدنشو، لایچی و خیشتکش شدنش، برای چی گروسچیک شدنش سببش چی است؟ برای آن که تجربه کار در کارخانه های استحصالی را نداشتن مردم ما، تا به حال ندارن، هیچ یک هنری ندارن که این تجربه را داشته باشن که در کارخانه استحصالی در کارخانه استحصال تکنولوژی یا که یگان تکنیکه ها کار کردگی باشن. این تجربه را نداشتن. برای همین وقتی که مردم تاجیکستان پیرشان برنایشان وقتی که بر روسیه میرود یگان کسب ندارد، یگان تجربه کاری در یگان زواد فابریکه ندارد، میرود سزاوارترین شغل برایش کوچروبی است یا خشتکشانی است یا لایکاری است. همچنین نیست مردمی عزیز؟ راست. سببی است، یکی از سبب‌های اساسیش همین است. حالا ببینید این برادر رو گفتن که اکثریت همون دیگ‌های زواد آلومینی فروخته شده است. کسی هست در حکومت که بیاید رد کند بگوید که نه کار کرده ایستاده است؟ سال گذشته بود یا سال 2019 بود، شاید خطا کنم، لیکن این کار شده بود. با 500 میلیون دلار پول خطای زواد آلومینی باید بازسازی کرده میشد، دیگ‌هایش باید تعمیر میشدند. مصرفش که زیاد بود، مصرف برق دیگه و هاکذاها، با طرز زمانوی که میساختن مصرفش کمتر میشد. اما تا به حال حاضر این تا به کجا این کار اومده رسی تعیین 500 میلیون رو گرفتگی هستن، به کیسه زدگی هستن، یک 300 میلیون دلارش رو تمام اکنون دیگر چندین سال دیگری دوام کرده رفته میگیرد. زواد آلومینی مینوس رفته میگیرد. تکستیل فابریکای چی نمونده گاو بونیده خوان. بله. حالا برادر عزیز یکون گفتنی دیگر دارید؟ یک نفر دیگر از واتساپ زنگ زده است. دورم میبرم. یکون گفتنی داشته باشید بفرمایید. اول تکستیل فابریکای توجیکستان زنده باشید. پیشی گالبو اکران تکستیل فابریکا انا همونجا واسه کاوخونه گاوخونه شدگی یگان تاش کار نمیکنه. انوار میبره اینا خدای خودش پرزیدنت هیچی نمونده. انا هوای سوز کنه. بله. و بجایی که از استحصالی زواد آلومینی که چی استحصال میکند آنها رو به نمایش گذاریم، بردیم سیب کدو و خربزه و کبچاک نمایش میدیم. کارتوشکا از کارتوشکا تراکتور میسازیم. این لوکاشنکا که بلازی 450 تن میبردگی استحصال میکند و صورتی تراکتور کارتوشکاگیر رو دیده چی گفته باشه؟ توبه کردم. حالا یک نفر دیگر وارد شدن به استودیو. بفرمایید برادر عزیز. قاری سرابی واتساپ. تشکر به شما. سلامت باشید. باز در برنامه‌های دیگری ما شرکت میکنید. اگر در همین برنامه هم یگان گفتنی دیگری پیدا شد، یگان ملاحظه، حتما وارد شوید و بفرمایید. تشکر به شما.
قاری سرابی بفرمایید. قاری سرابی هستید؟ بسیار خوب. زنگ واتساپ را قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یه چی رو گفتنم، فقط همین چاپلوسا میبرن میگن که جنگ برادری با سال 92 93 ما کلانسار زوده شهری دوشنبه همه همین گپ کرون بود دیگه. تا وقتی که همین فرانتی خلقیه چه اموالی در دوشنبه آمادگی بود، در تمام همون جایی که جنگ شده در یگان جا یگان زواد و فابریکه را یگان کس دست رساندگی نبود. وقتی که اینا آمدن دوشنبه را گرفتن، همه را به غارت کردن، دزدیدن و فروختن. امروز باید مینه‌های بلند میگن که هم جنگ برادرکشی پنج برادرکشی آخه خطوب همه را دزدیده کرد کردی، همه را تا حال را دزدیده سنم. یک تا بازار بود جلجم میرفتی فقط همین اوهانای همین زواد و فابریکا را بریدگی هم را فروخته سن. این همه به فکت است. بعد دوباره میگن که بعد دوشنبه زیبا شده یک قانون‌های بلند توده این یک بیزنس است. بیزنس است که مثال همون یک خونه جای همون سرپرتوی همون 3-4 تا دام بود، همون سرکه را گرفتن در جای همون یک دام ساختن. اینا هم چیزی به پول میکنن. این خوب اهمیت شوکت جان یک برنامه باید در این باره شما کنید. انا که در همون اگر مثال هم وقت اساسر اوقات توپایی بود که همین دامار هر جا مونده بود. تاجیکستان ما زونه زمین جنوبیش است، باید خونه ها نزدیک نباشند. بازی در شهر دوشنبه حتی همین بام های ای دام با او دام یک خیلی جا قریبه که میرسد 2-3 متر رستیانی داره. یا همه زلل است. خدا نشانت از زمین بیشه همین خونه های نو روز کردگیش همش میریزه. یکمش این دیومش که آنها راههای به پول میکنن. من همون جای اخلاط پرتوی موسرکه بگیم همون سرکه رو گرفتن و در همونجا دام ساختن. اگر اینا یگان میکرارانی نو سازن اونجا در بسیار پول در کمونیکاسیا میرود. اونجا به آب کشیدن در کار، گاز کشیدن در کار، سویت کشیدن در کار، کانالیزاسیا کشیدن در کار. اگر این جای موسرکه رو گیره یا همش فایده وایده کو. اینجا هم خونه رو میسازه پرو نداره که در 4 اتاج آب میره یا که نمیره. باز همین شهر دوشنبه بعضی جاها در 4 اتاج 2 اتاج 3 اتاج آب نمیره. هری همین برقا خیره هم وقتی که برق خیره شد تمام اسباب ها میسوزه. ایران یک بیزنس و یا که همین کوات کمپینی اسباب ها سوختن گیره آورده فروختن گیره. بعد دیمش دوباره نلوگ میگم این کارو من خودم شخصم سنجیدگی سال 2008 من رفتم نلوگ خونه رو زمان در 24 خونه زندگی میکنم. رفتم نلوگ همونجا شیشتم یک خونه پریودم همین اورا کردم همین نلوگ چند قدهنش شده میشه گرفته کرد. بعد از زنه که گفتن که ایتمان این قبوده است مثال فرض کردن 300 سومون خیمال من 100 سومونش بخشیدم. اگر این قانون باشد قاعده باشد کنستیتوسیا باشد خیلی باید 100 سومون باید میبخشد. بعد اخیرا با نوبت من شدم اونجا همه زنکا مرد ما اونجا با هم خیلی رفتن فند و فریب کردن پول گرفته. یگان کس همونجا نمیپرسد که خونه باید چند سوتی هست چند کوادرات هست چند خونگاه هست. بعد این نوبت من شد من 3 خونگاه به زندگی میگم اوه خونه 4 خونگاه بود دست گفت من اینقدر پول میتیه ما قطع جانجال در اقیما میگو 3 خونگاه. یک مرد دیگه دورتر ششتگی گفت که همین دنبال 4 خونگاه وجود نداره. بعد همین پولی ما رو با کمتر کرد. بعد همین گپ کوتاهش بعد تا 2018 بود یا 19 بود ما دیگه نلوگ نسپردم. گفتم این بعدک شده با مجبور شدم برای پاسپورت علیش کردن با رفتم با کیمچی در کار بوده به نلوگ نمیدادن. با رفتم با همین
گپ با دیدم. همه قوازا رو گرفتم رفتم اونجا یک تا کلغه سمخی گشته است گپ زنی نمیموند. اول هم یک خورد میکنه تو کی سروی تو ایجا میدونی سوده و تو خیاب میکنی چند کار در خونه من و اگه سواد نداشته همین کامپیوتر در نگاه کرده نمیتونسته است. و بیرون بروم یک دختره که اونجا کامپیوتر ترشیش او که یک اوتش نمیفهمه این گپ کرو را اومده سوای مسئله میپرسه با جانجور کردن بخیر با همون چورخونگه نوشتگی با پولیس زیاد کندنی هم و هم دموایی نبود من دموایی گرفتم با دیگر روز اومدم همه خیلش کردم بعد دیگه تعظیم کرد ترسی نمیدونم چی که ما همشه خیلی میکنیم این سوسه این نرخی تیقه و با مزبور داریم با این چند سوشی با دیگه نمیرم اوسه خلق ما تفتیش نمیکند همین لوبای کرخونه که میره پلی برق آب گاز نلوگه نمیپرسد که برای چی چند پول میستد چند کوادرات خونه ما چند سوتی خیالون کس اینه نمیگه چند قبا میده افند فرمیده که یعنی کش بخشیدم همین خلاص تو میبخشی وقتی که در قانون گفتگی 10 تومن تو 3 تومن دیگه یا 5 تومنش اکسه خودت میتی. بله حالا مردم نمیخواد با ظالم سر به سر شود. اکثریت خودشون را اینقدر ظالمی خونخوار و بیرحم نشان میدهند که مردم به خلاصه میباید که با این بیرحمان با این ظالمان حیف گپ است و بگذار چنین کنیم که یک کاری کنیم که از همین ها خلاص شویم. خیر پول گرفته از صدقات سر گفته رفتن میگیرند مردم. ای مردم این یک نمود این خود را ظالم نشان دادن، بیرحم نشان دادن، ناانسان نشان دادن این حکومت یک نمود سیاستش هست. یک نمود سیاست خردمندانه اش است. از مراسای مردم سوء استفاده می شود. از آرامی مردم، آرام طبیعی مردم سوء استفاده می شود. بله؟ بله بله بله. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. شورت با خیلی گپ بزنیم ان شاء الله. تشکر به شما. امین برادر گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان همین روز نامشه سه برنامه آزادی را دیدم. واقعا به خدا قسم علامم کرده زنکو اوزی زنکو باور میکنه زنکو اوزی خسته گپ زدیسن ای با این مردا چی شدن. به خدا قسم از سال 92 یک زنک باور میکنی نمیکنی برنامه آزادی را ببین از سال 92 برای یک زمین مقصد شوهر نداره بیچاره در کوارتیرا زندگی میکنه شوهرش نبوده مقصد نمیشه نداشته شرایط میگه در پرزیدنتی مقصد همین چیزی پرزیدنت هم نوشته بوده که چیزی پرزیدنت هم یک 5-6 دفعه همین مقصد ندادنش همین رد کردن بیچاره مادر به درجه گریه میکنه یک به خدا قسم علامت میکنه ده به خدا من بعضی وقت جایش میشه به خاطر همین مادرها گریه میکنم که به خدا علام میکنه که چرا این مقصد این ظالم به این درجه را بیرحم بده. نه خب یک دفعه خیلی یک دفعه دو دفعه ما ته قبولش نکردی یک بار ته خیلی پرزیدنتی که یک بار دو بار مقصد نمیبینی که سوالات چی هست مقصد ته در خیلی سوال هم هست خلق این میگه که ما مقصد غمخوری ملتم مقصد قسم خورد که ما هر یک مقصد اینایی چیزای مردم ده ما بردوش میگیریم هر یک چیزای ملت ها باز میبینی در سرقانون دست مانده قسم میخورد. حالا پیشتر به شیر سفید مادرم گفته قسم میخورد. خیرت اینقدر مسخرش کردن که شیر سفید مادرم رو از بین گرفت و حالا سرقانون دست مانده قسم میخورد. نمیدوند که در داخل این سرقانون چی گفته شده است.
ماشاءالله با خدا قسم ولی هم خودش هم سرقانون یگان بار خونده است یا نه؟ با خدا قسم در بازار همی برنامه دیگه شنیگو کم درن یا بازار مردم بیزنس شا گرفته 200 آدم باید او مغازه لیباسا بده تام ایش سوسو بده او باید خوراکواریش کنه همو جماعت بله مردم به درجه یک بله در شهر وحدت دیدم من. انمو را میگم تا یک زنک به درجه گپ زسته گریه و علم و زور قطعی اینها به مردم جای کار یافته نمیدهند. بهترین شغلی یافتگی مردم این بازار است. مردم بعضیش گفته شده است من همین چی میگه؟ من همین شباتکه فروشی را یاد گرفتم. بله هم بازار میگم ما آواد کردیم اکا جون دستری را بده. اینها به مردم یک جای کار آفریده نمیتوند. مردم به دست خودش میرود به خودش جای کار میآفرد، آباد میکند، لایقه ها را اسفالت پوش میکند، بینا میسازد، فروشگاه میسازد. وقتی که نو دهانش بنان رسید، نو شکمش سیر شدن را یاد گرفت، میروند زده کشیده میگیرند با مردم را به حالت نل، به حالت صفر برده میرسانند تا اینکه مردم در همین حالتش بماند. چون که مردم وقتی که شکمش سیر شد حتما از پی حق و حقوقش میشود. برای همین اینا میخواهند مردم در حالت غلامی بماند، هیچ وقت سر بالا کردن نتواند. همین که سر بالا شد او را به صفر میفرورند، میگن از نل سر کن، از صفر سر کن. بهترین گپ زده نکجا ما دیدم که میگه که از ما را در چول موندن که او چه آدم وابشه نمیره. مقصد زنکی که 8 فرزند دارد حالا او میتوانست میبایست با نفقه اش زندگی کند، نفقه اش برایش بسندگی کند. میگه 8 فرزند دارم، جای کارم رو کشیده گرفته، جای درآمدم رو کشیده گرفته ایستاده، این 8 فرزندم رو من بچه خوراندم میپوشانم. به این سوال جواب نیست. باید اینجا را ترک کند، باید برود از نو کار کند. شما میگن که در یک خانه یک آدم کار کنه شدم به خدا قسم ما 8 نفریم، 3 آدم کار میکنه. این ما یا تمام در روسیه ایم و چم مقصد دکتر است، یک روز 20 سومون یا 25 سومون کار میکنه، پانالیز میگیره. دیگران را گوش کنیم، انشاءالله باز گپ بزنیم. کلاب بفرمایید. کلاب 24. سلام علیکم آقای شوقار. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه انتینجه سلامت و خوبه خوی. تشکر با شما برادر عزیز. اکه گفتین برنامه برای چی پیلوز سبزوات گشتی اکه یعنی استهسالات در تاجیکستان و نمایش میوه ها. نه همی بده اکی مثال تعریف همچون که بی پرزیدنت همش دیدگی این چیزا را اما کمک خلقش باید بروه. همه خلق شرایط کنن این همه فرش کی اگه زواد پاوت کورچا کوردا بدره خلق بچورا کور فرمونه قسم میخره قسم نمیخره بعضی چورا جمع میکنن پیش ما تعظیم فرو میارم، پیش خلق چی تعظیم میاری، پیش پروردگار تعظیم که یک بار بینمت سجده بره تو بگو ما خدا چیم تو می فقط بنا را یافته که تعظیم پیش شما میارم که دستگیریش بود. خیلی دستگیری همین خلق بود، خلق اردن نمیکنی، خلق نگاه نمیکنی. انصاف داره، انصاف نیست داته تخته قد تعریف میکنی. توبه کنم خدا یک بار خلق نگاه که اما فقط بچه اخته اولاد اخته نگاه میکنی. این اکه علمی زاود اگوتی اکه شاوخه ما اینا شنانی تعریف با خدا چیو میلیارد بلا راست خود یه داگجوشته نمیدونم. ببینید همین امام علی رحمان خودش، برادر کلاب ببخشید، همین امام علی رحمان خودش هر سال به دهها بینای زواد و فابریکا، کارخانه و کارگاه ها سنگ اولین میگذارد و یک بار حکومتی ها گزارش دهند این کارخانه و کارگاه های استحصالی که امام علی رحمان هر سال سنگ اولینش را به دهها کارخانه ها و کارگاه ها میگذاشت،
گوجا شدن چی شده ایستاده است هست یا نیست یگان اقلا گفتی روزها کراب که پتکریشه بود شد می یا نشد می اقلا یگان گزارش وجود دارد یا ندارد تا کی ما کبچاک نشون میدیم کدو نشون میدیم تا کی سیب پمیدول نشون میدیم انصاف هست می انصاف تا کی مردم فریب میکنید حالا من به همون نفرانی که به چشم ملت خاک میزنید با بگید این صحبت های ما صحبت های فولکلوری هستند به گفت شما و باید این برنامه ها باید پروفسیونالی باشند در این برنامه ها باید مردم صحبت نکند پروفسیونال ها برایان صحبت کنند پروفسیونال ها برایان تحلیل کنند باید تحلیل ها باید پروفسیونال از همین مردم گپ زدن بر ضد ظالم را یاد بگیرید از همین مردم حقیقت گفتن حق را تلاش کردن رو یاد گرفت هزار کتاب یک بار خلق کمبغل قد گپ بزنه خلق کمبغل قد یک بار گپ بزنه فراست داره نداره در برابر مردم یک حرف گفتن نمیتوانید همین با پیشوایتون گفتن نمیتوانید که این شرمندگی رو به کجا میبریم این اسرافکاری رو برای چی میکنیم با جای این اسرافکاری ها میشون ما کارخانه ها میساختیم کارخانه های استحصالی میساختیم اگر درآمد هم نگیریم مردم تجربه میآموختند تجربه کار کردن در کارخانه های استحصالی رو میآموختند این به ما فایده میداد بعد مردم به یک کشور خارج برای کار روات هم میگفت که من تجربه کاری در زواد دارم در کارخانه استحصالی دارم گفته میتوانید ترودوای کنیشکاش رو برآورده نشون میداد همین خیلی طلبات هست یا نیست بهادر در روسیه همین حتی به نفقه برای هم نشون میدی حتی به جای یگان کارخانه دولتی به کار مراجعت کنی تجربه کاریت رو برای ثابت کردن ترودوای کنیشکا میپرسد نشون میدی که من در همین کارخانه همین خیلی کارخانه کار کردگی هستم تجربه کاری دارم اقلا تجربه کاری میگیرید مردم او کجا شدن این سنگ های اول نمایندگی شما 30 سال باز هر سال با 10 15 20 کارخانه شما سنگ اولی میمونید هر سال 10 تایی باشد هم 300 تا شد 300 تا کارخانه های بهتری شدن از کار کجا شد 300 تا نه 30 تا نه 3 تاش رو برآورده نشون دید و انصاف کنید 3 تاش رو برآورده نشون دید که اقلا در یک تاش 2000 نفر شهروند تاجیکستان کار میکند اقلا 6000 نفر در 3 کارخانه بزرگتون کار میکند همین خیلی در 30 سال استقلالیت 3 کارخانه که اقلا 2000 نفری کارگر داشته باشد شما ساختید بعد آخر چونیک به ملال گپ زنید ما زنوکمان را بگیریم ببخشید کولا 24 دارید یکان چیزی گفتنی با نه لایکو را بجخیم باورد لایکو کم چوتا لایکو کم تشکر به شما باورد بودو جون سوری سلامتی خوبان دامان خلوان زنده باشید بهادر سلام علیکم آقای شوکت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته آقا جان امی چیزی برای 30 سالگی قید کرد برای نای قوم پرزیدنت های چند دولت اومدن دیدن آیا جهت سوز در زمین ها میوگی را میچوشن صورت میگن در چشم خلق خوب میچوشن کو آیا جهت سوز که دیگر دولت ها اوجه عوض وطن ما را میخرن عوض سرزمین ما را میخرن اکا نکی امی امروز یک انسانی به حد انسانی باسواد انسانی چی گفت که بهادر گفت اگر که این وطن شما در دست ما باشه در دست رحمان کنه در دست ما باشه ما ای دیگه دولت ها گفت نفت سودا میکنم من میوگی قطعی گفت ای نفت ای چیز میزگرونم گفت این چی بلوایی که گفت در زمین ها میچوشن خلقش در روسیه گفت دوارنی که خلقش در روسیه کارای پستری نمیکنه ده باید ببخشید اگر اینها به مردم به همین مردم شرایط کاری درست بدهند ببینید در کشورهایی که 30 40 50 درجه خنک می شود در داخل پرنیک ها تپلیتسه ها حاصل می رویونند
بازارها را تامین میکنن. در کشور آفتابرویه ما این گفتی رئیس جمهور 7-8 مرتبه می شود علف دروی، 3-4 مرتبه می شود حاصل گرفت. مردم به میوه زار، به سبزوات زار، سبزی خرد به کارتوشکا پول نه، کارتوشکا خرد به پیاز پول نه، پیاز خرد به کپوست پول نه. همین خیل نه اکا یک حالت است، ببخشید بهادر، یک حالت است در تاجیکستان مردم مرده زندگی دارند. مرده زندگی دارند. بفرمایید برادر. اکا جون یک گپی دیگه ایده اکا، ما وطن بهشت روی زمین است. بهشت بگیم بهشت میارزه، نه که اون بهشت باید یک کورکان در کور که یک مایده به خلق باشه، نه تو که به رحمان فبخش تباری او را. اگر که یک آدمی با کلا باشه در اونجا و این امریکا $400,000 نخره، 10 تا 15 تا تراکتور دیگه در قوت عمیق تراکتور دیگه بخره در درنای زمینو پرت خلق دا بتا زمینو را کار بفرمایید، زمینو را پورچه کردن نسبت به توسیک فروخته است. این ما را خوین میگن، ما همین خوینم که دزدیای نامردا را ببرورم پورچه کردن نسبتی که 10 تا 20 تا جیب قط میگرده $100,000 قطعی خونه قصر قلعه داره، چندین توچگاه قرغند زمین قصر قلعه خونه که همه ایجاره چی که امورا کریشش که کریشه امو رحمان فرد. اگر یا زمینو را پورچه نکنن، زمینای ما را باغ راه کنن کو خلق ما در اینجا عذاب نمیکشه که دیگه دولت ها عیشات نفت وای باشه، ما عیشات میوگی ما به همه خلق میرسه، اویل کنی پنسیانی دیگه خلق میتوج دیگه دولت ها نمیشود. این کار باید پیش بره که این آدم میگه که من میگه در همی اکانومیکای چیز خوندگی میگه همه ایجا میدونم کم دولت اصیلش چخیله، دولت شما 4-5 اصیل میگیره، همه میوگیتون همه پریرودتون سوزه. نگی رحمانوف میگه یک کم طرف حرکت کنه که دزدی و غارتگری را کم کنه، شما عذاب نمیکشین اینجا، خلق شما در اینجا عذاب نمیکشه. بله برادر عزیز، حالا از من کارمند تکنیکی خواهش میکنم یک بار همین گپ میرزایف رو تکرارم بمونید. ما 30 سال باز قرصک میزنیم، 30 سال باز قرصک های آسمان کف میزنیم. ملاقات حقیقت قرصکده حقیقت yok. قرصکده حقیقت بگنده biz juda باید گفت حقیقت در مناسبتی صمیمانه است، نه در قرصک. با کفکوبی کس بزرگ نشده است و نمی شود هم. 30 yıl قرصکده o'rgandik. ما در دوام 30 سال سنجیده دیدیم کفکوبی به ما منفعت نداد. او bizga manfaat bermadi. O'tiring. ببینید اکا هزار رحمت به پدر و مادر امی شوکت میرزایی، هزار رحمت. انا بگیم که انسانی چیه که گپ حقیقت چه میزنه، تو چکه مو قرصق میزنی. تو اگر رحمانوف ما امی خطاب ما بموه، اگر تو 10 سال قرصق زدی که نشی، یا کور که به قرصق یا کور که خلق کورا نه بادر 20 برادر گپی معامله رحمانوف این به قرصق استفاده میتونه، به قرصق نمیشه آخی. این قرصک اگر قرصک نزنه تمام. احسن با شما، احسن به خاطر زحمت های آنهایی که این محفل باشکوه را برای ما شما پیشکش کردن، یک قرصک آسمان کف قرصک با هم تو قرصک پرستوی هم نه آدینه باید آسمان را کفاند قرصک. پرزیدنتی که در غم ملتش است نیازمند به قرصک مردم نیست، نه قرصک مردم الهامی او را می آورد، بلکه کار فعالیتش، نتیجه کار فعالیتش الهامش را بلند می کند، نتیجه خدمتش الهامش را بلند می کند. الهام رئیس جمهوری ما را فقط قرصک بلند می کند، آن هم همین را میرد، الهامش بلند می شود، میزند، خواب می رود تا سحر تمام، الهام مردگی.
باز همون رئیس کالخوز 30 سال پیشینه، باز همون سبزی پیاز کارتوشکا کبچاک، سلفی با تربوز، تمام همین که ادا می شود. عقل هیچ وقت بیرون از رئیس کالخوزی بیرون نمیبراید. 30 سال باز پرزیدنت شده است، حالا خودش رو پرزیدنت ایست کنه نمیتوند. اکا یک چیزی دیگه ایده امی که این در امی قرغان با یک کلاغه سیروجین ولیف میگفتن. سیروجین ولیف میگفتن این اگر که جنایتکار نباشه امورا یکم ای وظیفه گرفت قریب اینفاق شب بمبره. امی سیروجین ولیف قریب اینفاق شب بمبره یکم ای وظیفه خارجش کن برای که همه زمینو را تیکا تیکا کرد فرو در دیگه خلق چیز همه زمینو را تیکا تیکا کرد فرو. مغازینای کلان دولتی بودن گرفت بعد نومی فرزندش شخصی کرد بعد نومی ولی سیرو بچه‌اش خطی همه او در شخصی کرد و اینا توها زیر امور با گرفت در بود در شنبه در چی وظیفه‌اش داد یکم قریب بمبره که یا رفتن گفتن که رحمان فیا کرد که پدر ما ممبره در اینفاق شد تو چی درجه یا میدزدن یک وظیفه میگیرنشون که قریب اینفاق شد بمبره. نیکی باید این جنایتکارا را کارگرای ارگان برادرو ما را خواهی نبرارین خواهینا را این ما گفته استین تو 10-15 عجیب قطع نصرت به توصیق میگرده زمینای سوخوز فیضلی را 5-6 هزار گکتر فروخت 5-6 هزار گکتر پرچه کرد فروخت سیروجین ولی فنی امی کورو را کرد انا این جنایتکارا نیارا با قپین بگیرین اگر شما اگر ای تحت دیو کار کن بگیرین نیارا چکنین ببرین کن ما جون که ما بگیم که حقیقتا شما غمخوری ملتین غمخوری وطن باید یک کار کنم اگر اگر پس آخرون سخن ما همیه که اگر رحمانوف امی 30 سال اگر هر وقت پرازنیکو نتاری با اشامت نمیکرد که در یک پرازنیکی میشید یک زاود در هر پرازنیکی میشید یک تکنولوژیا در هر پرازنیکی میشید تراکتور زمین کالخوز سوخوز کار میکرد انا اوچن ما پیشرفتیم پیشتر میشید وازی متالالون در همه تکنیکال بود فروخته که او کد اوج در کیتای اوج همه تکنولوژیا ما را ریزا که در کیتای متالالون در سپورید اینایش در گپایا که نایش در ما را درد میکنه که هنی که شهر بچهای ما را در جا بروکش بدن میکنن در روسیه ما چی فخر کنیم که چی استقلالیت مناوج پیش ببریم که و هنی 5 ساله وعده ما تجاوز شد به قتل رسونده شد اون مرحله 6 ماه ما را پلیس همجا که کوکیدی چورای امرا کام پلیس کنی ترمان اگر در درین توجیکستان سرباز ایراسی اوروس گرفت یک دختر ما را تجاوز کرد چندین دختر ما را تجاوز کرد کشتن بردن در مسترکه فردان کامی واج گرفتن کنی ترماشون کرد امروز ما را در جا جنایتکار میبرن بچهای ما را برای یک چپلاق میبرن کنی ترما را جا میکنن هزاران شهر مردای ما در کنی ترمای روسیه جا شدن که نه در ما را درد علم میکنن. حالا ببینید بهادر همینجا شما درباره قتل و کشتار گپ زدید حالا بسیار چند سال است بعد از همین قتل عمرعلی قوت صحبت میکنند. ببینید حکومت تاجیکستان میگوید که نه من نکشتم. بگذار تو نکشتی لیکن تو کشتی اصلش تو کشتی بگذار این دعوای تو راست باشد که تو نکشتی لیکن یک شهروند نامی تو را هرچند اون مخالف است مخالف داخلی تو است سیاست داخلی ما است ما در سیاست داخلی مخالف داریم در سیاست خارجی نه. عمرعلی قواتوف مخالف سیاست داخلی تو بود در خارج با سیاست خارجی تو هیچ مخالفت نداشت سیاست داخلی تو را مخالفت میکرد و مشکل داخلی خودمان بود اما این مخالفت را این شهروند کامل حقوق تاجیکستان را در ترکیه کشتند. بله تاجیکستان تا اینکه ترکیه گناهکاران را به حبس محکوم نکند گناهکاران را یافته ندهد باید تاجیکستان تا آخر کار میبرد به مردم کشورش حکومت تاجیکستان گزارش میداد که ما به حکومت ترکیه درخواست کردیم که از حکومت ترکیه این قاتلان شهروند ما را یافته جزایشان را بدهند اگر شهروند ما است به ما بسپارند ما جزایش را بدیم. نه تا به حال حاضر نشده است. همین خودش نشون میده که کشتگی یعنی کنترابانده
بهادر اگر گفتنی دارید خواهش میکنم بمانید همینجا، من حتما به شما نوبت میدهم. باخه کمتر منتظر شوید برادر عزیز، یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، بعد باخه رو میشنویم و همین خیل صحبت رو ادامه میدیم. حتما به شما هم نوبت میدهیم. زنگ واتساپی رو قبول کنیم. الو، سلام علیکم و رحمت و الله علیکم و السلام و برکاته. رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب باشید. تشکر به شما. سلام خود رو با کلی مهربان میرسونم. بله بفرمایید. من یک زوده شهر قرآن امروز یک مراجعه میکنم به امنیت‌های نویای واسطه من شهر کلوب. من امیدوارم که باید گوش میکنند، در این افیر میشنم گوش میکنم. یک زوده شهر قرآن ما الان در مسکو قرار داریم مراجعت میکنم. یک برادر در نویای واسطه در مسکو ما کار میکرد. یک برادر کمتر ریش موند رفت در توشتن، الان زنگ گرفت صاحب یک فرزند ریش کمتر اگر ریش مونده توشتن. امنیت نویای واسطه و یا به دلیل به فقط برد ستیا 370 در ستیا سلافی ترال اکسیمی زده محکم کده الان در نویای واسطه. من همین رو گفتنیم که ما از زوده شهر قرم برادر در مسکو قطعی کار میکرد، نه در یکون گروه خوش بود، نه در یکون پای بود، در یکون پای خوشانی نبود. مراجعت ما با حکومت نویای واسطه برادر امنیت نویای با سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو مراجعت شد. با سفارت تاجیکستان کم ظلم بیارین بر مردم، کم ظلم بر مردم بیارین. بله برادر در مسکو قطعی کار میکرد. بگنو یکون فقط دلیل نیست بچه هم قریش دوست رفت، بگنو فقط دلیل نیست بچه را بردن زندان کردن. امنیت کلوب الان در چیز کلوب قرار دارد. حالا همون چوپلوسایی که میگن همون چوپلوسایی میگن که تاجیکستان آزاده، تاجیکستان آزادی دینی آزادی بشه و الله تعالی قسم روشن نشون میکن. برادر یگان گناه نداشت، راست وای بردن هم دم میشه در چیز کلوب محکم. بله 7,500 سومونی در بلیت خرید، گفت مسکو میام کار کنید، مراجعه کار ماجرا در کار میگه عذاب میکشید، خیز گفت میام و قابلیت محکم کنه. دم میشه در چیز کلوب ستیا 607 پر رفت ترالی سیکسی میشه. وای مسجد پوش در مسجد نمیموند. اگر باور کنید شما یکی حکومت دارن، شما یکی شهروند خودتون رو جرمش رو به ثابت نرسانیده پشت پنجره زندان میکنید بدون هیچ جرم، بدون هیچ گناه. شما یکی شهروندانتون رو در خارج بدون هیچ جرم، بدون هیچ گناه به تروریسم، به اکستریمیسم متهم میکنن، پشت پنجره زندان میکنن، از حقوقش هیچی دفاع کردن نمیتوانید، زبانتان گنگ است، گوشتان کر است. شما حالا از مردم پنجشیر دفاع کرده میتوانید؟ اکا شفقت والله بیلو تعالی قسم میکنم بچه مسجد نمیرفت، بچه مسجد نمیرفت برای ریش دوشت میکرد، برای پروست فکر بچه در چیز کلوب محکمه. چوپلوسایی که زبونشون درست 3 متر میخیزم، ما مراجعت با همون میکنم. 3 متر زبونشون درست میخیزم، گاو میزنم تاجیکستان آزاده، تاجیکستان آباده، مراجعت من را برسون. حتما که اینجا هستند شنیده ایستادن، حتما که اینجا هستند شنیده ایستادن صحبت های شما را. نه فقط این شما چی خیلی که گفتید همون نفرانی که دمروان پیشوا هستند، نه آنها، بلکه بله نه فقط شخصان قطاریشان، بلکه اینجا من اینقدر پروا نمی کردم. حالا وقتای اخیر دانسته شده ایستاده است که برنامه های ما را تماشا میکنند، تحلیل میکنند، بررسی میکنند. بعد از بالایش باز چند کس مقاله می نویسد در سایت و سامانه های رسمی، همه نهادها آنها را چاپ و باز چاپ میکنند. حالا ببینید سامانه های دانشگاه های تاجیکستان به جای آن که دانشجویان علم بدهند، در سایت و سامانه هایشان مقاله های علمی مربوط همان دانشگاه، مربوط همان تخصص، مقاله های علمی چاپ شود، مقاله های علمی دانشجویان چاپ شود. در اونجا کی هست؟
در فیلم های هندی اگر چی میگن گلان رول میتخون چکرابورتی باشد، در سامانه های آنها مخالفین گلان رول محمد اقبال صدرالدین، گلان رول اشور حسینوف، شوکت محمد، همین خیل. اگر یک مینوت پیش کپتا یک وقتی قبل امنیتی واسه خبر اومد اگر خاطر مخالفین اگر سیویک سویچ و اینو سیویک دوتا و یک عمره میره و یگون کسی یگون دین دای نبود یگون مذهب دای نبود بچه کم تاریش روز مراجعت کم میکرد در مهاجرت رفت کم تاریش خاطر قبیدن نظارت کردن 4-5 ماه قبیدن تبرد باید مسکو می بیومد و پلی دوست مسکو می اومد 7,500 سومونی سوخت و رفت قبیدن بچه را بردن سیزه کلوب ده. بله تشکر به شما برادر عزیز، زنده باشید. حالا باخ برای مراجعت ما را برسونید التماس. حتما اوجه رسونید حتما رسونید شد برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت امیدوارم خوب هستیم. تشکر به شما. استیفا رحمانوف دوشنبه را آباد نکردای، یگان جا را آباد نکردای، چاپلوسا دوشنبه را رحمانوف یک جورش ویران میکنه، آدم میکوه که یگان تاجیره یگان پولداره یافتن سرازا میقپا میبرن. بعضی جای درن دوشنبه همین کلسای پرافسایی 2 سال خواه کرد، کسی را با قپیدن یافتن آوردن همونجا را اسفالت کرد برآمد رفت. یگان جا را آبو حتی دامای پوتوسکی را آدمایی که من میشناسم همسایه همای رفتن $250,000 دا ریمون کردن، همونجا را سنترو را کردن. من نامای او را بگیرم دکزت کنم دلیل بیارم او دا پرابلم میشه. این دروغای همه چیزاش دروغای، یگان چیز کردگی نیست، فقط همو برای چیزی کده برای اولاد خودش کده. بله حالا ببینید به نزدیکی حالا به من خبر دادن همدیاران به نزدیکی امام علی رحمانوف ناحیه 8 می رود. چند بناهایی هست که در اونجا صاحبکاران و از جمله استاد گرامی ما مولا عبدالرحیم پانغازی یک مدت چند سال است یک مسجد بنا کرده بود و در پهلویش یک بیمارخانه بنا کرده بود. حکومت یگان پول پوچک صرف کردگی نیست برای افتتاح این بیمارخانه می رود. یک پول پوچک صرف کردگی نیست. بیچاره مولا عبدالرحیم پانغازی در همین جمعآوری پول در روسیه وفات کرد. مردهش را بردن به تاجیکستان وقتی که برای به اتمام رسانیدن همین بنا پول جمع میکرد در روسیه وفات کرد، به کرونا ویروس گرفتار شده. حالا این کس میروند با لنته با قیچی سیرناک لنته افتتاحی این مسجد را میبرند. باز چند بناهای دیگر است که یگان ذره حکومت دخل ندارد، ربط به حکومت نیست، یگان تین از بودجه جدا نشده است. گفت حتی می شود با اطمینان کامل گفت که یک اقلا تراکتور نداده است، 1 لیتر بنزین نداده است. اما امام علی رحمان با قیچی سیرناک می رود اونجا. بعد حالا در دوشنبه را آباد نکرد، ای کجا اصولا یک چیز بسازن، ای کجا یک چی بکنن. فیرمای سالهای پیش فیرما بود، حتی خلاف زواد بود. ما این نوحیه وقتشم در شهر کلان شدیم، در اوجه مکتب تمام کردم، شهر در کلان شدیم آمده. در همون نوحیه وقت خلاف زواد بود، چند تا مردم سالهای پیش ای همون قشلاقا ای هر جا رسیه نمی رفتن، همین می آمدن در همین خلاف زواد کار میکردن. 2,000 سامان آیلیگ میگیرد، $780 میشید او وقتا. حاضر همه را هم مشه گرفتن مایده کردن فروختن. همه جا رو مایده کرده میفروشن. اینها آبادکار، کسایی که میگن که مایده کرده نفروش آباد کن، اینها خواهین. حالا دوستان همینجا برادر با نام شاهرخ گدای وارد شده هستند، التماس کرده ایستادن که ضرر تلفنشان تمام بشود به ایشان با اجازه شما سخن بدهیم. برادر به پیش هرچند شما پیشتر وارد شده بودید از شما معذرت بخواهم،
حضور همه برادر رو قبول میکردیم، به این برادر سخن میدادیم. شما راضی هستید برادر؟ به پیش برادر رو به پیش. تشکر به شما. شاهرخ گدای بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. ای برادران، ما هم بخشش میپرسم، ذره تلفنی من کمتر بود. من یک چی گفتنی هم اکای شوکت به همه مردم تاجیکستان که همه کارهایی که در تاجیکستان میشوه، ای حکومت حاضره، ای همه ای مردم تاجیک، ای همه ای روی بیسوادیشون انمی کارا میشود یا سواد ندارن. آدم پرزیدنتی که سواد میداشت یک زواد کهنه را نمیگریف، بریده در خطای نمیفروختو، میگریف هوای تامین میکرد. 1000-2000 آدم، همین زوادای کلانی که ما داریم، 1000-2000 آدم سپکاینا کار میکرد. بله. این همه ایروی بیسوادی های، یا دیگر نمیدونن، یا همون زمینایی که مردم دارن نمیتیان که مردم کشت کار کنن، زمینای دوزیده فروخته استیان، همه پول کد استیان، همش ایروی بیسوادی های. ای مردم تاجیک، التماس به خاطر الله، به خاطر فرزنداتون التماس بیدار شوین. سلامت باشه، خداوند نگهبان باشه. برادرها به پیش بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر خوش اوقات جان، شما درست نه؟ سلامتاتون درست؟ تشکر به شما برادر. برادر عزیز، شما نسبت شهید مرحوم عمر قوت و بحث زدید. برادری که در ترکیه شهید شد، به قتل رسانیده شد. قاتلان او البته معلوم است. قاتلان او امروز در زندانهای ترکیه. شما دانید در ترکیه که از خبرنگار مشهور، یعنی با نام گزیت حریت، در زمان قتل عمر قوت و نامهای قاتلان ذکر کرده بودند. در همون وقتا که نام بود شمس الله حسن. بله. چخیلی که شما گفتید این معلوم نیست، این البته معلوم است. در همون گزیت حریت حالی هم در اینترنت ها هست با نام شمس الله حسن شمس الله. حالا همسایه ما کارمند دولت در همون وقت من پرسان شدم، گفتن این تعلق به رئیس جمهور شما دارد، این سر دولتی است. شخصی که من بحث کرده ایستادیم این کارمند KGB استانبول است. بله. همسایه من. یگان علاوه دارید برادر؟ گفتم بسیار است، اما پیروزی به مردم عزیز تاجیکستان. خداوند مردم عزیز ما را همیشه به پیش با آزادی وجدان، آزادی دین، آزادی همه خیل آزادی ها که امروز برای مردم ما هست خدا نصیب بگرداند. باید امروز ما دست یکدیگر متحد شویم. برکت خدا، یاردن خدا در اتحاد و برابری هست. بله. تشکر. ید الله مع الجماعه. سلامت باشید برادران عزیز. ببینید از همین گفته برادر من چیز خلاصه گیری میکنم. ببینید اشتراک هر یک نفر ملت در مبارزه برای عدالت حتمی است. من طرفدار شما هستم، من جانبدار شما هستم، من مخلصی شما هستم، این گپا دیگر کار نمیدهد برادران عزیز.
ببینید برای چی خیلی میگم تشکر به شما مخلصی ما هستید، تشکر به شما جانبداری ما هستید، تشکر به شما که برنامه های ما را تماشا میکنید، خیلی تشکر به شما. اما این نیست که 2 نفر و 3 نفر همه خیلی گپ زده رفتن گیرن دیگران فقط مخلص باشن. برادران عزیز دانسته باشید در میدان بازی وقتی که 2 کمانده بازی میکند، 2 تیم بازی میکند، یا اینش برد میکند یا اینش برد میکند، یا اینش میبازد یا اینش میبازد. و اگر مخلص و تماشابین میلیون نفر باشد هم با بازیگر ربط ندارد. برد کردگی جایزه رو میگیرد، باختگی سرخم میرود. مخلص فقط همون بیخ گلیش را در رانده هیاهو کردگیش میماند تمام. برای مخلص دیگر هیچ فایده ندارد از بازی. این 2 بازیگری که بازی میکردن در میدان امید داشتن که میبرن بازی را، برد میکنن از بازی، بای نمیدهن. هر دو هم به همین مقصد به میدان وارد میشود که بای نمیدهد. ما هم به همین میدان به میدان سیاست تلاش عدالت به خاطر آن وارد شده ایم که به این امید هستیم که بای نمیدهیم. اما از مخلصی شما برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم، مخلصان عزیز، از مخلصی شما فقط همین مخلصیتان هست و تمام. باید شما نیز در پهلوی ما باشید. این با این گونه برنامه ها 1 و 2 نباشند. باید هر یک نفر، هر یک فرد ملت باید اندیشه خودش را داشته باشد، برای عدالت تلاش خودش را داشته باشد. هر یک فرد ملت باید ایده پیشنهاد کند، با کمبودی ها ملاحظه داشته باشد. حالا امروز من با یک جوان اندیشمند در توسط واتساپ صحبت کردم، همین قدر صحبت جانان دارد، باور کنید همین خیلی با اصطلاح کیف کردم. همین قدر صحبت جانان دارد درباره پیشرفت ملت، درباره خودی ملت گرایی، عموما ساخت کشور و هاکذا، پیشرفت کشور و هاکذا ها یک فکرهای جالب دارد. وقتی که من گفتم با این فکرهای جالبتان میتوانید در برنامه شرکت کنید، چند عذر پیش آوردم. من گفتم که برادر عزیز چند عذر پیش آوردن و افسوس خوردن، تاسف خوردن و هاکذا ها. اما همین کامپلکسی خودکامبینی در دادن ایده باید در ملت از بین برده شود. این برادر میگویند حالا من خودم را سزاوار این گونه برنامه ها نمیبینم و هاکذا. همین است کامپلکس خودکامبینی. تو کم نیستی برادر عزیز، تو کم نیستی. حالا این حکومت امروزه هر یکی ما را به همین فکر آورده رسونده است که فقط 3-4 نفری سزاوار به تحلیل هستند، 3-4 نفری سزاوار به گپ زدن هستند، 3-4 نفر هستند که پروفسیونالی گپ میزنند، پروفسیونالی اندیشه میرونند. خلاص دیگه ممکن نیست دیگه رو گپ زدنشان. حالا بعضی مردم گپ زنند در شبکه‌های اجتماعی، بعضیشان بردگی به همین مرکزهای تحلیلی برده شنوندگی، نوبسته از آن که جوان هستند و اقلا تجربه روزگار ندارند، 4 کلمه گپ جمله رو به یکدیگر چسبانده گپ زنی میتونستگی شدگی هستند، برده شنونده موندگی هستند. بعضی مردم گپ زند ایراد میگیرن، میگن که همه گپ ها را همه پروفسیونال ها گپ زنند بهتر بود، دیگرها جیم شینند بهتر بود. حتی با مردم حق ابراز اندیشه نمیدهند. یک تحلیلگر، نامش تحلیلگر، سیاست شناس، فکر اندیشه رئیس کالخوز تاجیکستان شده است. عیناً این معامله چه خیلی اندیشه میکنه، اینا هم میخواد. فقط اینها گپ زدنشون در کار، فقط اندیشه اینها شدنش در کار، فکر اینها شدنش در کار. دیگرها باید گپ نزنند هم میشود، فکر اندیشه هاشون رو نگویند هم میشود، تحلیل های فولکلوری نکنند هم میشود. همین خیلی میگوید در شبکه های اجتماعی تحلیلگر، اون سیاست شناس با خودش رو میدوند. ببینید در این حالت چی میشود آینده ملت؟
فکر ملت گرفته نشود، اندیشه ملت گرفته نشود، فکر اندیشه های ملت در شبکه های اجتماعی مانیتورینگ کرده نشود، چگونه ملت پیش میره؟ ملت چی میخواهد شما شنیدن نخواهید. چگونه میفهمید که ملت چی میخواهد؟ بین خودتان بین ملت فاصله است. یک زنگ از واتساپ آمده ایستاده است. یک زنگ از واتساپ قبول میکنید. بعد از آن حتما به بهادر نیز نوبت بدیم، چون دیده ایستادم که بهادرم چند گفتنی هایشان هست که جنبششان دیگر شده ایستاده است، به ایهام اومدگی هستن. زنگ واتساپ. سلام علیکم آقای شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله. شما خوبه؟ چنجه سلامت. تشکر به شما برادر عزیز. سلام به همه که تماشاگران. منم یک چند روز یک فکرم خیلی عذاب میموند، در عذاب مونده است. منم یک گفتم چند بار در برنامه محمد اقبال گپ زدم، در حسین اشور گپ زدم، گپ راستش نتونستم. همیشه در برنامه شما چی شد؟ منم یک چیز میخواستم، همه گروه های سیاسی که در خارج کشور هستند، خواه حزب است، خواه 24 است، خواه دیگر است، همیا اگر که یک برنامه سیاسی کنند در ماهش، خیلی میدونم که خیلی مشکل برای مبلغ در کارای مقصد مشکل یگانجا در کارای، همیا یک میز گردی یک میز تشکیل کنند که همون نماینده‌های حزبی، همون نماینده‌های سیاسی که ما داریم در همین جا، ما طرفدار همونا هستیم، ما همو را دوست می‌داریم، از برای خدا دوست می‌داریم، از برای مبارزه شو دوست می‌داریم. اونها هر چی که میگن به منفعت بر فایده ما تا زیر همین برنامه را یگان چه گفتی همین گپا که پروپوزکار نمیکنیم، یعنی پای در پای همش تماشا میکنیم. اما که این برنامه در حقیقت همه حیات زندگی ما در چه حالتی بدیه یا برای ما همین را میگن اشکار. اگر همین کارا تشکیل میشیدن، مثال همین برنده های همین برنامه ها که در همونجا اشتراک میکردن، با محمد خبیری و بر سرداری گروه 24 20 چند نماینده یا چند پیش برنده دارن، همیا که در همون گرد میز جمع میشدن سوال خیلی با برنامه هاش پیشکش میکردن. با من فکر میکردم که با این خیلی پیشروی بود، ما مردم میدیدن که همین مخالفین ما در خارج کشور به برنامه نیستن. این خیلی یک کاری خوب بده، خیلی برای این مشکلی زیاد گفتم که مبلغ گذاری زیاد در کارای، خیلی خدا کنه که اونجا شود و همین کارا شود. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. پیشنهادتان به جان دل قبول، پیشنهاد بهترین. یادم هست یک ماه پیش بود یا یک ببخشید 1.5 ماه پیش بود، در یک گفت و شنید اشتراک داشتم که همین گفته های شما را بحث میکردند. در آنجا سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قایمزاد هم شرکت داشتند و میگفتند که باید همین گونه یک برنامه میز گرد تشکیل شود که در آن برنامه های پیمان ملی تاجیکستان باید مطرح شود و به مردم از برنامه های پیمان ملی تاجیکستان گفته شود و مردم را به این برنامه شناس کرده شود. فکر میکنم این در نقشه نمیدونم تا کجا گروه 24 این گونه فکر را دارد و دیگر مخالفان سیاسی این فکر را دارند، اما آگاه از آن هستم که پیمان ملی تاجیکستان علاقه این گونه نیت را دارد و بالای این کار کرده ایستاده است و به فکرم هفته 2 هفته 1 ماه بدتر یا شاید بر وقتتر از این طلب شما اجرا خواهد شد. تشکر. من به این پیشنهادتان موافق هستم. ان شاء الله. تشکر. امیدوارم که چنین نیت وجود دارد و شده نیست. حالا یک زنگ از واتساپ قبول کنیم. الو، همین بود از زنگ واتساپی. میگن که همین نفر از واتساپ گپ زده ایستاده بودند. عذر بیادت دوستان عزیز. برادر صابر السلام علیکم برادر شوکت. امیدوارم خوب هستین. تشکر.
дарбораи заводи талку гап заден. На танҳо заводи талкуро, тамоми заводҳои ҷумҳуриро ино аз худӣ кардан, ҳамаро гирифта коста кардан. заводи текстили дар Душанбе, заводҳои пахта дар тамоми ноҳияҳо, ҳамаи инҳо кор намекунанд. шахсӣ кардаги партиягӣ ҳамеша дар онҷо ҳазорҳо одамо кор мекунанд. бале дар шаҳри Кулоб як завод буд Косто. Кулябский опытный завод технологический оснастки. Ҳамин заводҳои наи фирмаи Сомон, Исмоили Сомонӣ, яй кадомаш боша, ай Асана, ай Тахмина, ҳаминро хардан. дар онҷо ҳазорҳо станок буд, станокҳои такарни. ҳама аминоро канда бурда супоридан, фурӯхтанд. дар Хитой бурдан ё Туркия бурдан. заводу фабрикаҳоро мекананд, мебаранд, металлолом карда мефурӯшанд, баъд помидори бодаринг нишон дода мегарданд. Не, ба акай Бодурам аз шаҳри Кулоб боша медонад заводи Косторо. анамун завод ҳазорҳо одамо кор мекарданд, ҳамаямро канда бурданд. ягон чӣ мондагӣ нест. ана бародарҷон мекананд, мебаранд, металлолом карда мефурӯшанд. аммо чӣ кор мекунанд? акай Шавка, ба ҷои обод кардан якбора ҳамаро вайрон кардан ино. акай Шавка, гӯш мекунам шуморо. мебахшӣ акаҷон. ҳозир гап занед бародари азиз. собир боз суҳбататонро давом медиҳед. баҳодир чизе гуфтанӣ ҳастанд? баҳодир бифармоед. акаҷон як гапи дига айда, моро хоин мебуроранд ку ма именно хитой ма ба Раҳмон файки мо оинаи ҳукуматем. оинаи ҳукуматем. мо ҳама ҷавоное ки дар муҳоҷират азоб мекашем ку мо имрӯз мехоҳем ки бигем ки Раҳмонов наи рай ту рафтеса рад хато аст. то чанди моро кишти, Умаралиро кишти, дигаро кишти, бо айвуда бисёртар биромесан. ти як кор ки ислоҳ ша. диздира кам ки, ғоратгарира кам ки, наву одамое ки ҷипи Мерседес, Нусрати Бетурсик, Сирожин Валиёви, наву бадбахт, дигарое ки ҳамаи чанд раис ки дар ҳами шаҳри Бохтар шид ку ҳамаи мо ҳами порча кан заминҳоро фурӯхтанд. хонаи вора мебини қасри қалъа. беғаззи Раҳмонов ҷа чандин дӯздои гар. бояд як коркини худат дӯздӣ кадӣ, як коркини сара наи дӯздбачота кам кива, худат як коркини ай Швейцария сума биёр дар болои стол мон, баъд бибуро бира. итайм не ки то имрӯз президенти чӣ кори кардӣ тира бибахшанд. тира ҳеҷ кан намебахшад. заводи Кулоб, заводои Бохтарда буд, ҳамаи заводе ки Сарбанда буд, ҳамаи қариб то 3-4 ҳазор одам кор мекард онҷо. ҳамаяму дар металлолом рафт ака. ҳамаяму ин як бадбахттарин барои миллати моро як бадбахтие ки мо меоем дар муҳоҷират ғуломи урус мешему. чизои станокои мо, чизои мо ҳамашон металлолом дар мера. худ ба ҳамон металлолом дар фоидаи халқ боша. Хитой мегира ба нархи капек металла мегира, армантур мекуна. як армантур завод надорем, оҳанзавод надорем. як бадбахтӣ аст. мегира чугунови чӣ мекуна мета халқа миллиард мегира мекаша мебарад тоҷикистон. наишта гапа бо ядиса акаҷон як гапи дига айда. ядиса ҳамин чоплусо акман я сад ки зодаи Кулобани бошум ки ядиса ҳамин чоплусани ай Кулобани ҳастад. Кулоб 100% Тоҷикистон 100%. куҷо 100%? ҳамаи заводҳоро агар дар металлолом ин омад фурӯхт. агар ки Кулоб да ки заводу фабрика ва дигар ҷоя заводу фабрика чӣ намеша, ин қағлом дар Россия намеша. ин ҷо да ҳамин хоҷаи хориҷии Путин аст. Путин гуфтеса ки як кор ки ғулома бисёртар сини маро ека. ғулом бисёртар сини сиша ки агар ба ҷавоно дар дарин Тоҷикистон боша ки реша мекана фур метаи мехоҳад ки халқа пароканда кина. худаш қатъи ҳамо 70 домодаш қатъи ҳами 3-4 наркоманди ҳами наваса ва авасаш қатъи ба худи Тоҷикистон абгар. не ки мо ира тар намемонем. мо ани бом бирем дар ҷои мо дигар шеҳр бачо мебура. ин мина ман мегум ку
باید اون نصرت شهرمردای وطن، کارگرای ارگانی وطنی که با ننگ ناموس هستین شما، من شما را به ناموس نمیگم، شما دست پاتون بسته یعنی که کن دیلک نه خوکن دیلک نه خوکن وقتی که کلاغا سر ریشه شکن یک تبعت همین نامردای گرد وانو دا 10 تا 15 تا جیب قدمه گرده خلق گشنه ایدم نواشین بعد شما خونه نوارا درش تخته کن که اگه جا وردی نصرت به ترسی نوم نصرت به ترسی بود نوم امانی کالوش بود اگه جا وردی بویگایره دا بردی دا گرمان دا دیگه جاوج ذخیره کردی همه ایرا باید تمام جوان قپم بران کنی تر مرا جو کن امروز برای بدبختترین ملت ما همیه که نمی 3-4 نامرد اومده در بالای سر ملت ما اوجه خچا پیشوا گرته خچا چی گرته مرگ بامتر پیشوا خداوند همه برادران نگهبان باشه یگام تا نترسیم کم من بریم جای ما هم تیسر بریم همی عذاب همی رسیه خلاصیم تو که ما اوجه قچی میشیم وقتی که اگر این رحمان فهمان وجدان میداشت اکا رحمان فهمان وجدان میداشت بچهای ما را بروک شبه درکن بچهای ما را اتش فردادن شش ماه گولک ما را کشن رحمان ننگ ناموس میکرد گرانیت را محکم میکرد میبود اوانگراش پیش نو و این چیز دامه ممکن چی دیم نبازی که شما برای خلق ما میکنید ما میتوجی راستی شما نیست تو چند ما را فردادن با یا برا اوجه غلام سنیس بسیار روی کرد ما شهروندی همجا دارم که ما بیزارم همین شهروندی من میفورم با وطن ما برگردم این 307 با ما دخل نداره توش تو مرا کاغذ روی کردی برادر کو 1000 آمد و پدر نکی این 307 استاتیا با ما دخل نداره با هم آدمایی که نصرت به ترسی که امان کلاش دیگه که میلیارد خلق از سیروجین ای ولیفی که دزد غارتگری چندین آدمایی که جا جنایتکاری که ای پشتی رحمان فوجه چی کاری کردن در حق خلق کردن غیر خشت باش همه همی آدمایی که در درن توجیکستان مال ملک خلق گرفتن تیکه و بلاکن انا مو آدمان جنایتکار 300 با مو دخل نداره بگذار در میره کلا من بپرم همی گپ حقش میگم خداوند شما را اکای شوکر نگهبان باشه خداوند همه اکای محمد اقبال و قومی که در این مبارزه رای حق بگیرین نه اینکه پگاه شما انسانی وظیفه شما فکر خشت بردن کن فکر خلق نکنید تمام ملت ببرن با من یگان وظیفه لازم نیست همین حکومت عادل باشد عدالت باشد با من در همین گپا میمونم اکا جان امی ما میگم که ما امی تحت دل میگم که یا آدم مومن مسلمان باشد دزدی و غارتگری کم میشه نه که یا ذره ایمان وجدان ندارن توکای خلق ما در رسی از او میکشه توکای ما خوندن میکشه کار میکنه می غلطی میبریم بعد میگن که یا مهاجر 200 حالا ببینید شما درباره این کارخانه ها را به آهن پاره تبدیل کردن و آهن پاره ها را برده فروختن گپ زدید ببینید آخر همین است که شما دیگر نمیتوانید یک زوادتان را نشان دهید یک فابریکتان را نشان دهید فقط نشان بدهید چرا کبچاق کدو پمیدول بودری دیگه چیزی نشون میدادگی ندارید و در مظهر عام مسخره میشوید. حالا ما در اول برنامه خیلی نفران کم بودن یک متفیلمی چپولینو را گزارش کرده بودیم. خواهش میکنم یک بار دیگر کارمندان تکنیکی این متفیلم را بمانند یک بار تماشا کنین. عیناً شرایطی همین روزی تاجیکستان مثل یک افسانه همین چپولینه شده است. یک بار مونید یک مردم گوش کنند مزه کنند. در نمایش تشکیل کرده حکومت تاجیکستان با مهمانان نشست سازمان همکاری های شانگهای چیزی که نمی رسید میوه و سبزوات دارای چشم و دهان و بینی بودند. اگر با کدو، تربوز، سیب و نوک و قلمفور، جواری مکه و بایمجان چشم و دهان میکشیدند، استراحتگاه رئیس جمهور تبدیل میشد به کشور افسانوی میوه و سبزوات که نویسنده ایتالیایی جانی روداره در داستانش با نام سرگذشت چیپولینو تصویر کرده است و از این مسحکه شرم‌آور به مراتب بهتر می بود چون روداره در آن کشور افسانوی عین وضع امروزه تاجیکستان را تصویر کرده است. در آن کشور
تبدیل میشد به کشور افسانوی میوه و سبزوات که نویسنده ایتالیایی جانی روداره در داستانش با نام سرگذشت چیپولینو تصویر و از این مسحکه شرم‌آور به مراتب بهتر می بود چون راداری در آن کشور افسانوی عین وضع امروزه تاجیکستان را تصویر کرده است. در آن کشور شاه که از جنس لیمو است، ترش و بدرو است، حکمرانی می کند. خود او و فرزندانش بیرون از فعالیت قانونند و مردم را ظلم و غارت می کنند. کمترین اعتراض به او و فرزندانش با خشونت تمام سرکوب می شود. در صورت پیدا نشدن مجرم خانواده او را زندان می کنند. مردم و خانه و اعمالشان کمترین اهمیت ندارند. حتی یک اشتباه تصادفی باعث می شود شهروند به زندان فرستاده شود. برای مثال پیازک با نام چیپولینا که داستان هم درباره اوست تصادفاً پای شاهزاده را زیر می کند و مورد تعقیب سخت پلیس قرار می گیرد و اول پدرش سپس خودش زندان می شود. شاه لیمو هر روز قانونهای نو وضع می کند و اندازه علاوه‌ای جاری می کند. برای مثال بعد انداز برای هوا با بهانه اینکه مردم کمتر نفس کشیده ایستادند او انداز برای بارشات جاری می کند. برای باران عادی 100 لیر واحد پول ایتالیا، برای باران سیل 200 لیر و برای باران با رعد و برق 300 لیر. بیشتر پرسوناژ ها و حوادث این داستان تاجیکستان امروزه را تصویر می کند. برای مثال پرسوناژ با نام سینیور پامیدور است که سیمومین یتیمف را به خاطر می آورد. احوال امروزه تاجیکستان عیناً همین خیلی است. کسانی که حالا اینجا به فکرم کمتر موج اینترنتی سست بود یا شاید برنامه ما نتوانست درست نشان دهد، همین مورد فیلم چیپولینو را یک بار تماشا کنید یا کتابش را خوانید، حتما همین افسانه شرایط امروزی تاجیکستان است از حتما. بله. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنه بعد نوبت به مناسب شو. حالا وقتی اجازه میتونید صحبت کنید. آخر رسیده شده است. مناسب شو بفرمایید. زنگ واتساپ. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما از تاجیکستان زنگ زدیم. زنده باشید بفرمایید. این همین برنامه که شما کردین، همین برنامه شما چی معنی داره؟ برادر معناش رو نفهمیده باشید همین قدر ما 2 ساعت باز گپ زده ایستاده باشیم، ما در یک 2 دقیقه شو بچه شما چی بفهمونم؟ من فهمیدم برنامه چی معنی داره، لیکن می چی در کارای نمی کارای نمی تنقید کنی دولت خود پاسانی چی در کارای دولت کی است؟ همین وضعیت بهادر برام بهادر بود، بهرام بود برآمد کرد. میگه مردم خیلی جون خود مروای میکنه خیلی قمر در او گابزن خیلی پیش کشه بیا ایده مشکلی بینه کی بیا یا اینا تو برآمد میکنه دو بار کسی خیلی کار میکنه مردم میدونن پویدی تای نه که تو یک بار که تو قگاو میزنه غیرت میکنه تا درو با تاجیکستان گفتم مالش. حالا وقتی در تاجیکستان گپ زنی هم ببیاید برادر. حالا بهادر ایرادون که اگون و خیلی است یکون پرگون چنون میبیاد
تو چهره رو قد برو بگو خی قزوری تانی ما این اکو اکو موجود ما فقط موجودت که تو چهره رو قد برو برادر جون او برنامه را قطعی گپ زد میزنی آمد تلو مناسب شو بفرمایید. ассалому алайкум бародар шавқати муҳаммад, саломи худро ба ҳар як бинандаи шумо мерасонам. дар оиди мавзӯъ бародар гап зарем. истеҳсолоти тоҷикистон ягон истеҳсолоте мо надорем ва ин ҳама истеҳсолоту фабрикаву заводҳое ки барҳам додиян аз тарафи режими раҳмонов шид ки ин миллата ба и пастиву ба и зулмӣ овардааст бародар. ва ин меваҷоту сабзавоту ҳар чизе ки ҳозир дар сиёсати худ пеш гирифтааст бародар, барои фоидаи худ аст, барои фоидаи сиёсати худ аст ки ба давлатҳои байналмилал ишон диҳад ки давлати ман хуб аст, давлати ман ягон камбудие надорад ва давлати мо демократия аст бародар. бародар шавқати муҳаммад, як сухане ба шумо ҳам гуфтанӣ будам бародар ки бибинем бародар, муддати 10 сол мардуми Чеченистон дар тамоми давлатҳои Аврупо ва дар Амрико Рамазон Қодировро ҳамчун террорист бароварданд. барои чӣ 100 нафаранд муборизо? аз тоҷикои мо 1000 нафар мубориз дорем. як боре нашидааст ки раҳмонов ба суди байналмилал кашанд ё ки дар номи сиёҳ вая дороранд. барои чӣ ягон боре нашидааст? 30 соли умри ки ҳар як тоҷике ки дорад, ҳамин эмомали раҳмон ин миллата куштааст, ҳамин эмомали раҳмон ин миллата ба зулму золимӣ бурдааст. як касе нест ки ира номша сиёҳ бигаву ё ки бигӯяд ки террористу экстремист аст. дар тамоми куҷое ки мардуми тоҷикистон аст, ин падарланати раҳмонов номи мардуми тоҷика сиёҳ карда, ҳар як инсоне ки ба куҷое сафар мекунад террорист, экстремист, ҳар чизе аст, азми шаҳрвандои тоҷикистон аст. барои чӣ бародар шавқати муҳаммад, мардуми мо ҳамин эмомали раҳмонро наметавонанд ки дар рӯйхати сиёҳ ва дар рӯйхати террористҳо дарорад. бале яке аз сабабҳояш шояд ин бошад ки мо на он қадар мисли чеченҳо муттаҳид ҳастем. яке аз сабабҳояш шояд ин бошад. яке аз сабаби дигараш ин ҳам муттаҳид набудани тоҷикон аст. идди аз тоҷикистони мо худашонро зиёӣ метарошанд, худашонро пешрафта медонанд, китобхондаву китобдидиву китобнавишта медонанд, рӯзноманигори пешсаф медонанд ва ҳоказоҳо дар хидмати худашонро мухолиф медонанд ва ба мардум нишон медиҳанд ки гӯё мухолифин режим ҳастанд, аммо дар хидмати эмомали раҳмон ҳастанд ва доим дар танқиди дар саногӯии эмомали раҳмон ҳастанд. ҳарчанд гоҳ-гоҳе дурӯғ бар дурӯғ, дурӯға ба рост кам шикоят мекунанд ва худашонро яъне паноҳанда будани худашон дар Аврупоро нишон медиҳанд, ҳалол мекунанд ва аксари вақт ҳамун дар саногӯӣ ҳамин эмомали раҳмон овораанду дар бад ба чашми мардум бад нишон додани мухолифин ба ҳамин авора ҳастанд. яъне махсус эмомали раҳмон онҳоро ба Аврупо гузер кардааст то ин ки мухолифинро ба чашми мардум бад нишон диҳанд, то ин ки мухолифин муваффақ набошанду пеш нараванд ва ҳамин эмомали раҳмон дар ҷояш биистад. ана барои ҳамин бародари азиз яке аз сабабҳояш шояд ин бошад. аммо бояд донистамон ки ҳеҷ вақт ба зидди маҷро ҳаракат кардан инсонро то бохи бурда намерасонад. як бор не як бор ба зидди маҷро шино мекунӣ, хаста мешавӣ, дастонат аз кор мемонад, почаҳоят аз кор мемонад ва маҷбур мешавӣ ки худатро маҷро ба куҷо рафта истода бошад ба ҳамин ҷо сар бидиҳӣ. барои ҳамин бар зидди ин ки мардум адолат талош дорад, мардум ташнаи адолат аст, мардум ташнаи ҳақиқат аст, ташнаи ҳуқуқбунёдӣ аст, аммо ба чашми мардум хок мепӯшӣ ва кӯшиш мекунӣ ки ин мухолифинро ба чашми мардумаш сиёҳ карда нишон диҳӣ. мухолифине ки ҷонашро ба каф гирифтааст имрӯз ҳар як соат, масалан гирем ҳамин лаҳза ман ягон кафолат надорам ки баъд аз ҳамин барнома зинда ҳастам ё нестам. ҳар рӯз даҳҳо таҳдид мегирем. ҷои хобатро медонем, ҷои зистатро медонем, тиркаат мекунем, пора-пораат мекунем, дар фалон ҷо ҳастӣ, дар беҳисмадон ҷо ҳастӣ. ин гуна таҳдидҳо мегирем ва
دیده ایستادیم که در تجربه این گونه خونخوری را این حکومت دارد و این گونه نوبکاری را این حکومت دارد، لیکن جانمان به کف گپ زده ایستادیم. ما از مستی نگفته ایستادیم، از مستی گپ نزده ایستادیم و میدونیم که عاقبت این گپ زدن ها چی است، لیکن مجبور هستیم که گپ زنیم. باید ملت گپ زند. به این خلاصه آمدگی هستیم و به این خلاصه باید تمام ملت برسد که تا کودک گریه نکند آچه‌اش پیستانش را نمیدهد و تا ما حقمان را طلب نکنیم این ظالمان به ما حق قائل نیستند. بله بله درست. نه همین هم از یکایی که شما شهروندان عزیز، هم ملتان گرامی، هموطنان عزیز خواهش میکنم فریفته این گونه ضیاء مآبان و این گونه گویا عدالت خواهان و عدالت تلاشانی که عاقبت کارشان لاف زدن ها از همین حکومت تاجیکستان است و تبلیغ سیاستی همین روزه تاجیکستان است، فریفته اینها نشوید. بله. با برادر شوکت محمد یک نوار دیدم برادر، در تعجب آمدم که مردم تاجیکستان در امریکا خودشان همه امام علی رحمان به مثل فیورر گفته در اوج پناهنده شدن و امروز سیاست رحمانوف دستگیری میکنند. برای چی این اسپکتاکل در کار ای برادرای که در امریکا شما استقامت میکنین و پناهنده همونجا را گرفتین و این امام علی رحمان سیاه کردین، روتان سیاه نکنین، بروین از حقیقت گپ زنین. وقتی که دلتون به مردم پنشر میسوزه، دلتون یکم به مردم تاجیکستان بسوزه. این قسال این مردم کشته و زندانی و هر کاری کرده استیان. شما با طالبا کاری نداشته باشیم. باید حاضر ما باید در فکر وطن خود باشیم. 30 سال فقط ما را کشتن و زندانی کردن، هر روز برده زندانی کرده استن، چی مولا باشه چی دنیاوی باشه و چیزی نباشه میبرن محکم میکنن. از روسیه میدزدن میبرن. برای چی یک تد گپ نمیزنین؟ در پیش پاساس و روسیه چوبه یک تد نمیبروین، احتیاط نمیکنین؟ برای چی محمد جان رحمت جان دزدیدن بردن؟ یک تد گپ نمیزنین. احوازی که در پنشر چی است شما از پنشر گپ میزنین، برای چی از بدخشان افغانستان گپ نمیزنین؟ فقط پنشر ای سرتان بنا هم پنشر، همون پنشر بود که همین تاجیکا را برد و فروخت در این رحمان. همه چی آدمی که اکا شوکت محمد به خدا قسم علم دارم که ما این روز میبینم که پناهنده گرفتگان در امریکا و این روز دفاع از سیکت هستن از همون رژیم خونخوار رحمان. در چی برنامه هاشان باشه، پیشوای من که پیشوای چی خاک در سر او، پیشوات خاک در سر شما مبارزایی که در اونجا میرین نامی وطن سیاه میکنین، روتان سیاه در اونجا میبرین با چی میکنین؟ ده پگانو. التماس ای هر یک شما موقع شما خودتان باید بدانین در کدام موقع. از پشت شما پلیدا ملت تاجیک پراکنده شد، از پشت شما پلیدا ملت تاجیک تای پستی را آمدگی است. سلامت باشی برادر محمد شوکت محمد کمترک. سلامت باشید برادر عزیز. عصبانی شدیم. سلامت باشید. حالا درباره این گفت شما که حالا اینها با طالبان کار گرفتند و با افغانستان کار گرفتند، مردم خود را موندن، حالا میخوان بازینگر سیاست جهانی باشد امام علی رحمان. نه برادر، من در حیرانم که در امریکا بینن یک بار بینن چی بلاگر باشه چی ژورنالیست ها هم هستن، سیراندار هم هستن، هر کدامش رفتگیان پیکت کردگیان درباره پنشه. یک بار پیکت کنه برای دزدی شدن شهروندای تاجیکستان از روسیه. شما در سیاست کار نداشته باشین. شما برای چی عزت امان دیزده بردن؟ برای چی محمد جان رحمت جان دیزده بودن؟ برای چی شابدین بدل گم شد به نام نشان گشت؟ یک بار اهمیت باید پرسیم. آدمای باید پیدا شود که هر یک کاری که با این ملت میشود باید تحقیر کنن که یا کجا میشوند. تک پلاس گم نمیشود که ای روسیه یا که اروز نمیکشه این مبارزای تاجیکی ما را. کسی بکشه این رحمانov، این ظالم، این دیکتاتور، این حرامزاده این نمیکشه، هر کاری میکنه. شما درباره این یا پیکت کنید در پاساس و روسیه برین این کارا بکنین که شهروندای خودتون چوبه دزدیده میشوند. کجا میشوند این شهروندا؟ درباره پنشر و درباره افغانستان گپ بزنید. چم درباره پنشر گپ بزنید یکم از بدخشان سر کنید. برای همسرحد با تاجیکستان این بدخشان است. مردم بدخشان چی جان ندارند؟ مردم بدخشان چی تاجیک نیستند؟
ما ملت پرست نیستیم، ما ملت خود دوست می‌داریم. نه که از یاد نبره. به خدا قسم من با میگم تو همه مردم پاکستان از یک شما پلیداد خوبتر ای، از یک شما پلیداد 100 مراتبه بهتر ای پاکستانیو. از یاد نبرین. سلامت باشین برادر شوکت محمد. باز زنده باشد برادر عزیز. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، بعد ان شاء الله نوبت رو به دیگران هم میدهیم. به نهایت مناسب شو به مسئله های مهم داخل کردن، به نهایت دردآور است. زنگ واتساپ. الو الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت خیلی شما خوبی؟ الحمدلله، امیدوارم شما هم خوب باشید. سلامتون خوبه بخیر؟ الحمدلله. برنامه برای وای رفته سبت میتوان رفته سبت. الو، بلندتر گپ زنید لطفاً برادر عزیز. الو، ها میشنوم شما را، بفرمایید. یعنی رفت. سعدی رحمتوف بفرمایید. بعد از اون نسیم دولتوف. سعدی رحمتوف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدام اومد؟ خوب است. صدام نبود. خیلی ایولچه یک شکراب کریم بزنیم اما کسا. موضوع درباره چیز بود. که برادر بهترین قید کرد. انشالله که موضوع خیلی مهم بود. واقعا امروز وقتی که ما باید اول خانه خودمون آباد کنیم، نه که خانه خودمون آتش گرفتگی است آباد در خانه همسایه بچوشیمنی خاموش کنیم. واقعا امروز موضوع خیلی سخت است، چه از طرف مرچی از طرف داخلچی بدون غیر تاجیکستان. واقعا امروز دردآور است که بعضی مردم با نام مخالف، با نام درویه، با نام یعنی دیگه کار پناهندگی گویا بر دروغ در تیپ همو چیز بازی رولای ناخوب بازی میکنم. واقعا امروز باید اگر ما سرجم شیم، یک جا بشیم، یک مش بشیم، ان شاء الله الرحمن الرحیم این دیکتاتور و این اویله دیکتاتور از سر قدرت ابدی خواهد رفت و یک کشور یا بل قدرتی که است علاوه مثلا دنیا را ببینه که سرجم بشن در یک دقیقه حتی تمام چیز مشکلش حل میشه. امروز ما پراکندگی ما در همین نصرت در بین خودمون در چیز میبینیم که ما یک جان هستیم، شاید ما یک مسئله که اونجا میشود شاید ما همینجا یک دیگر فهمید نداریم. بله. حالا برادر عزیز اینجا برای همین برنامه ما چندین حجت آماده کرده بودیم. متاسفانه این برنامه که استریمیارد استفاده میکنیم این برنامه پروفسیونالی نیست که این فقط یعنی آسان‌تر است برای مردم فهمیده با توسط لینک در آمده گپ زدنشون آسان‌تر است. تنها به همین خاطر از این بیشتر استفاده میکنیم. اما ما حالا خلاصمون این شده ایستاده است که باز برگردیم به استفاده برنامه‌های پروفسیونالی، چون که ما بسیاری از متریال هایی که برای برنامه آماده میکنیم در اینجا میقپد، شخ میشود، نمایش داده نمیشود. بعضی چیزهایی که برای دلیل آماده میکنیم مجبوریم که از 1 اکتبر به دیگر برنامه ها بگذاریم. در اونجا حالا ببینید در همین باره افغانستان هم در مرز صدها نفر آمدن به این وعده امام علی رحمان باور کرده که 100,000 نفر را امام علی رحمان به تاجیکستان همچون پناهنده قبول میکند. حالا در مرز گرسنه و تشنه ایستاده‌اند، بردن میکند به تاجیکان. از پنجشیر آمدن، از مزار شریف آمدن، تمام منطقه افغانستان نه تنها از منطقه افغانستان آمدن. اگر نوار رو تماشا کرده باشید اونها گفته ایستادن امام علی رحمان ما به وعده تو باور کرده آمدیم. امام علی رحمان در دیوارت بسته است، تو 100,000 نفری ما رو قبول کردنی بودی، در دیوار رو بسته پرتافتی، کنی همت داری یا نداری اینجا به کنی یک نگاه کنچی گفته ایستادن. سر و صدا نمی براید. خبرنگار تا مرز گذرگاه مرز رفت، این طرف شدگی است گذرگاهی تاجیکستان. این واقعا انسانی که منافق و در گپش که نمیسته مثل که مخالفی نگو بر بگردیم بیر ما شما رو آزاد میکنیم یک به خاطر مثلا مثل
مولا سیراج‌الدین دیگه نفرا که یک آزاد کرد، یک تاکتیکایی که مثلا جنگی که پیش راه گذاشت، نخ شاه وزیر ما مثلا مثل که می قبل پیش از انتخاباتش بود یک چند راه ها را گذاشت که به من مخالف ما کم کنیم چیز بکنم، مثل همو دیگه همو بازی که مثلا گویا در بینش کشور ابد قدرت و سازمان‌های بین‌المللی جهان که نما مثلا او شیردل هستم، یعنی در روزه ما باز از چیز است، این همو مثل قبل بازی پیش که تو اول ملت خطا سرانگون کرد، تو اول ملت خطا سرجم کرد، تو اول ملت خطا بیا یک کنار بگذار از یک عهده‌های چیز ببرو. واقعا اون بازی که بعد ما هزار مخالف سیاسی پناه داریم که در داخل محبس‌ها است، اولین نفر عوضو باز کنم ما همه ما هزارمون الحمدلله طرفمون باز است، باز میگرده میریم، چی محمد علی چی دیگه برادر چی هر آزادی خواهی که بود، هر انسانی که عدالت میخواد سوجا و شرمرد بود امور کلش پیش زندان موری. بازی هم نوبت قبل بود از هیچ فرقی نداره دیگه و این سخنش تا ابد در جواب انشالله جواب نمیبیاید و این برای سخنش آمده وقت شد اومده است. من مطمئن هستم که امروز الله که این منفعت نصرت ما را نشون میده که ما امروز با چهره آزاد میبریم، چی با چهره آزاد چی بدون آزاد. امروز یک برنامه ما را علل خصوص کمش 4-5 هزار نفر سر تلاش کشی میکنن غیر از کامنتاش. امروز از داخل تاجیکستان هزار برادرها در ما داخل تماس است. برادر چیکار کنیم؟ برادر کمتر صبر کنیم، ما جنگ نمیخوایم، ما جنجال نمیخوایم، ما خونریزی نمیخوایم، ما میخوایم فقط حکومت خلق، حکومت عادل، حق به حقدار برسه، نه وابسته فهم نمیکنه با سواد در اون جای کرسی بشینه، یعنی با عدالت باشه. بله تشکر برادر عزیز. حالا نسیم دولت فرو یک بار گوش کنیم، همین برادر کیها باز وارد شده که اصلا نسیم دولت فرو بالا کنید، به استودیو وارد کنید، چند بار وارد شدن سخنشون ندادیم. نسیم دولت. سلام علیکم اکای شوکت جان. الو بهادر بیاید. رفت بهادر، تمام. سلامت باشید برادر بهادر. نسیم دولت بفرمایید. سلام علیکم اکای جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب درباره همون برادری که گفتی از دست شما هیچ چیز نمیبیاد، خب از دست مخالفین اگر هیچ چیز نبیاد شما را چی سوختتون گرفته؟ برای کار خود دوام بدی برادر. و درباره رحمانوف که خب گریزهای افغانستان یعنی گفت ما 100,000 نفر آماده هستیم قبول بکنیم. رحمانوف فقط به خاطر مبلغ اگر قبول بکند، به خاطر مبلغ های خارجی که با اونا به همون گریزها کمک میکند خارجی ها، به خاطر همون مبلغ ها قبول میکند. رحمانوف میخیل پراستاتگ او گریزها را قبول نمیکند. اگر قبول میکرد امروز قبولشون میکرد همونا را. در همون اوار دیدیم که همه میگن که ما گرسنه هستیم، حتی کودکای 4 ساله و 5 ساله داریم همراه ما که گرسنه هستند. خب برای چی قبول نکرد اونا را رحمانوف؟ پس فهمیده میشود که اگر قبول هم کند فقط به خاطر مبلغ های خارجی قبول میکند، به خاطر همون کمک های صلیبی سرخ دیگرش. برای همین من فکر میکنم که رحمانوف آماده نیست که گریزهای افغانستان را قبول بکند، چون خوب کم ترس دارد از اون مردم. برای چی؟ برای که فکر میکند که شاید که یگان نفر در بین اونها از همون طالبان وارد شود به تاجیکستان. به همین خاطر من فکر میکنم قبول نمیکند، به هیچ وجه اونها را قبول نمیکند. و درباره آزادی و دیگر چی گفتنی هستم؟ آزادی این یک چیزی است که برادرها مقدس ترین معجزه است برای یک ملت، یک مردم، که اون چیزا 30 سال است که رحمانوف از ما گرفته است. مثلا یک نظر بکنید به قرقیزستان. امروز قرقیزستان اگر هرچند که از تاجیکستان پیشرفت نکرده باشد هم، من باور دارم که پیشرفت کردگی هستند از ما، اما اگر که پیشرفت نکرده باشد هم چیزی که قرقیزها دارن ما 30 سال است که از اون چیز محروم هستیم. آزادی. بله. یک نفر ما حق نداریم که برای خودمان یک رئیس جمهور مردمی انتخاب بکنیم. این حق 30 سال است که از ما دزدیده ایستادند. آزادی از بهترین نعمت است برای مردمان، برای یک ملت. این یک بهترین نعمت است، ما از همین محروم هستیم. تشکر زیاد برادر. زنده باشید. یک نفر دیگر سید مکرم هستند. سید مکرم گپ زنید. تشکر به شما نسیم دولتوف. امیدوارم در دیگر برنامه های ما فعال خواهید بود. تشکر میکنم به شما. سید مکرم بفرمایید. این نفری که هستند بعد از سید مکرم حسین دیکتاتور، بعد از اون برنامه رو به اتمام میرسونیم. سید مکرم بفرمایید. سید مکرم
شای مکرم گپ بزنید سید مکرم. گپ نزدم. صدی رحمتوف یگان ایلوه دارید شما؟ اگر ما سر کتاب پر کنیم جنایت یا فکر نکنم بود میشه، فقط همین هدف ما درون پور راست همی خیل دو سه روز گپ زنیدم تمام نمیشود. با که قدر پر هیچ نگو باید اگر ما با مطمئنم که اگر ما درباره 1000 کتاب نوشتم فکر نکنم بود بشه، اما خیر ان شاء الله که ما هم وقت از الله خود میدونم که ما خیلی پیروزی ما نزدیک است چه حسابی همه طرفه. ما هیچ همین چیز ما با چیز ایمان داریم که ان شاء الله یگان دیکتاتور ابدی نمونده و نمیره و همین پیروزی ما در همین شبکه‌های اجتماعی چه از چه تهدیدایی که به طرف ما میاد همین بسنده است. مثلا تهمتاش که یک طرف بوده، تهمتا که به حساب میکنن تمام چیزا بخشون برمیگرده هزار با شرمنده و دورویاشون سیاه شده گشتگی هستن. امروز واقعا آدم دردش میکنه. واقعا امروز انسانی که وقتی که در سرقانونی در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر یک انسان حق آزادی با دادگی که مثالی گپ آزاد باید هر یک انسان شهروند حق حقوقش آزاد صحبت بکنه. انسان خداوند علاوه انسان آزاد آفریده است، باید انسان آزاد باشه. نه امروز ما واقعا این برادر چه حقیقت چیزی که اصلی که انسان در حیات طلب میکنه آزادی و دلخواه است، همین چیز در ما دیده نمیشه چه از همه لحاظ. امروز هستن برادرایی که مثلا زیاد هستن تجربه دار، بدون تجربه از هیچ پیشروی نمیبینیم. امروز صاحب ملک‌ها میبینیم که حتی به هر لحظه به هر چیز فشار بالای فشار یک صاحب کاری که برادر از کلا بود ما دور نمیریم دیگه تحت نظر نمیاریم. یک مثال میخوام برادر خیلی برو من یک ویدیو کرد که آزادی با عزت امان واقعا انسان یعنی با سواد با تجربه است از عهده کار میبرد. سفیر جمهوری تاجیکستان در شهر روسیه گذاشته شد بیچاره را بردن چی فشارها تو زندان هم کردن، پدرش هم از دنیای فانی ترک کرد، تمام شبکه‌ها هم مثلا در این باره چاپ کردن. اینجا خودش معلوم است که مثلا ناعدالتی و ناحقی هست. باز هم از ویا و ما با کدام روشون میبرن دفاع میکنن من نمیدونم. حتی مردم بیدار بشین دیگه برادر جوانان که ورزشگر و چیز فوتبال کوی و نپوشین والله قسم نیستای تا پروست تک همو ما را استفاده بردستن. نباید ما امروز میگه که کوری که در پیش گور خیا با چشمون برادرها باز کنیم ببریم با چهره آشکار 10 تا اون دلمون میکنه 50 تا اون دلم میکنه همه ما را داخل لیستیسیو کرده نمیتونه الله که در مسئله لیستیسیو خودش شرمنده واقعا شیدگی است. امروز در گفتگوی بین الملل میبین از همه کی است زیادترین نفر نفوس تاجیکستان 5-6 هزار نفوس کم. بله تشکر زیاد به شما. امروز واقعا ما جوانا اکای شوکت ما جوانا بیدار هستیم و بیدار میمونیم و همین حکومت هست که امروز ما زیدی تاجیکستان نیستیم، ما زیدی فقط یک اویله و یک حکومتی که دیکتاتوری است، یک حکومتی که هست. واقعا امروز ما درد داریم از او، واقعا امروز ما شکنجه دیده هستیم. واقعا ما حتی چیزی که هست ما هیچ زمان مردم بفهمید بر خلق و تاجیکستان بفهمید ما دشمن شما نیستیم، ما زمین ما دوست می‌داریم. ما هر برنامه هر صحبت کردیم همه زمان الحمدلله یاد و هوش ما در خاک وطنمون هست و مقدس‌ترین چیزی که ما خیانتی که ما از طرف این رژیم دیدیم زمین میفروشن انسان‌ها درک نمی‌کنن میگه دیپلماتی است. بر پدرش نلات کدام زمین دیپلماتی میشیده بده دیگه احتیاج به بحث‌های ما گفتنی نیست. واقعا امروز من نمیدونم مردم صاحب علمای ما که جور نظر میکنن زنده باشید برادر ما که جور نظر میکنن. سلامت باشید برادر. تشکر به دوستانی که در برنامه ما شرکت داشتند و تشکر به آنهایی که نیت شرکت داشتن را داشتند و اما دیر کردند. برنامه ما به نهایت خود رسید. به یکایک شما تشکر زیاد میکنم و امیدوارم در آینده به شما تماشابینان عزیز ما با آمادگی بیشتر و با معلومات های بیشتر برایتان در خدمت باشیم و امیدوارم که این برنامه‌ای که ما برایتان پیشکش کردیم برای پیشرفت کشور یک سهم گذاشته باشد، برای بیداری ملت یک سهم گذاشته باشد، برای چشم مردم را کشادن یک سهم داشته باشیم و با این امیدواری برنامه امروزه را کوچیده گفته اعلان میکنم. سلامت و سربلند و پیروز و در پناه خدا باشید.